سرور و خاتم و نگین همه. او شریعت عیان کند ما را، او طریقت بیان کند ما را. صلوات خدای بر وی باد، تا بر روزی جزا پیاپی باد. امتی او دوستداری ویم، دوستداری چهار یاری ویم. چون ابوبکر و عمر و عثمان، مرتضی دان علیهم الرضوان. ما به درگاه خدا به اندازه شکر گوییم که پیشوا داریم، یعنی بی پیشوا نیستیم. پیشوای چون مصطفی داریم، یعنی این پیشوایی که ما داریم هیچ کس این پیشوا را یگان قوم و یگان ملت دنیا ندارد. این پیغمبری برگزیده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، ما باید بی اندازه شکر کنیم که خداوند ما را همیشه پیامبر بزرگوار را پیغمبر گرداند. مهتر و بهتر و گزین همه، خب مهتر یعنی بلند مرتبه و انتخاب کرده شده همه، سرور و خاتم و نگین همه. هم سرور است، هم خاتم النبیین است که ختم شونده پیغمبران است. یعنی پیغمبر ما پیغمبر آخری زمان است، یعنی بعد از این دیگر پیغمبر نمی آید. پیغمبرای دیگر تا این مرحله راه دنیا را زندگی را طی کردند. حتی پیغمبر گفت که من پیغمبر قرب قیامت هستم مثل همین دو انگشت، یعنی که به من مثال بسیار قیامت نزدیک است. برای چی پیغمبر آخری زمان میگویند؟ به خاطر آنکه دنیا یعنی آخرش آمده است. یعنی او پیغمبرای دیگر از اول تا دور پیغمبر ما پیغمبری کردن و پیغمبر آخری زمان یعنی آخری دنیا را پیغمبرش که یعنی چقدر ما و شما برادران اهل اسلام به قیامت نزدیک هستیم. خب سرور و خاتم و نگین همه، او شریعت عیان کند ما را، او طریقت بیان کند ما را. یعنی همون پیغمبر شریعت را به من معین کرد، طریقت را یعنی راه را فهمودیم. میگه امتی او دوستداری ویم، یعنی هم امتی او باشیم هم دوستدار پیغمبر باشیم. امت گفته پیرو میگه امتی او دوستداری ویم، دوستداری چهار یاری ویم. با چهار یاری پیغمبر را هم باید که هر یک بنده مسلمان دوست بدارد. چرا که این چهار یارا جان فدای رسول خدا بودند. تمام محبت عشق داشتن به پیغمبر خدا که از زن و فرزند از همه اهل اولاد ده پیغمبر را زیادتر دوست می داشتن. امتی او دوستداری ویم، دوستدار چهار یاری ویم. چون ابوبکر و عمر و عثمان، مرتضی دان علیهم الرضوان. یعنی این چهار یاری که هست تا روز قیامت باید که هم پیغمبر را هم چهار یار را باید ما دوست بداریم. همچنانی که ما و شما از تواریخ اسلام میدانیم پیغمبر خدا روزی دوشنبه وقتی دمیدن صبح 12 ربیع الاول متولد شد، یعنی پا به جهان هستی نهاد. او را مادرش گرفته پیش جدش عبدالمطلب بود. جدش او را یعنی بابایش او را چکار کرد؟ محمد نام کرد. یعنی همین نام را محمد بابایش عبدالمطلب گذاشت. بعد از آن قاعده عرب ها همین بوده است که یک چند وقتی همون مادرش که شیر داد، پس از او بعد قاعده عرب در همین عادت داشته بودستند که باز در صحرا و بادیه‌نشین ها باز دایه ها میکافته بودستند که همین فرزندها را چکار کنند؟ تربیت کنند. از جمله پیغمبر خدا نصیب دایه حلیمه، زن گفتنی حلیمه نام داشت، نصیب او شد و در سین 4 سالگی در تربیت همون حلیمه باقی ماند. خداوند به شرافت رسول خدا که پیغمبری ای را هر کس نمیدانست مگر بجز همون شخصانی که اهل کتاب بودند و سواد داشتند همون آدم ها میدانستند و بس. تا سین 4 سالگی در تربیت حلیمه باقی ماند.
خداوند به شرافت رسول خدا در خاندان حلیمه برکات را ریخت. یعنی آن پیستان پاکی که حلیمه داشت یگان قطره شیر نداشت و مجردی رسول خدا را میگه به پیستانش که جلب کرد، میگه چکار کرد؟ میگه پیستانها پرستی شید، آنها خوردن. باید برادری رضایی هم داشت، او هم از همین شیر سیر شد. بعد از 4 سالگی غیر از آنه که برکت در گاو و گوسفند شترهاشون پیدا شده بود به شرافت رسول خدا، بعد از اون در سن 4 سالگی وقتی که شک صدر رخ داد، بعد یعنی پیغمبر پشت خانه همو حلیمه گوسفندا را میچران، قطعی همو فرزندش بازی میکرد، فرزند حلیمه بازی میکرد که دو آدم سفید پوست آمد و پیغمبر را گرفت، سینه‌شان را چطور کرد؟ چاک کرد. این برادری رضایی ترسید و گرفت به سوی حلیمه رفت و گفت که برادرم را دو آدم سفید پوست آمده سینه‌شان را چاک کرد. وقتی که آمد رنگ روی رسول خدا پریده، ترس و هم در وجودش آمده. بعد از آن گفت چه حال شد؟ ای فرزند عزیزم. حلیمه وقتی که پرسان شد پیغمبر خدا را، بعد او گفت که دو مرد سفید پوست آمدن از آسمان و مرا خواباندن و سینه‌مان را شکافتند، چیزی را از شکمم گرفته در تواره شستن و با همون را به جایش باز موندند. اینها ملائکه ها بودند. ملائکه ها بودند که حزب شیطان را از وجود رسول خدا گرفته بیرون کردند. هر یک انسان در وجودش حزب شیطان دارد. حزب شیطان یعنی که قصه شیطان گفتنیگه، آدم در دلش بخیلی دارد، کینه دارد، کدورت دارد، همین چیزها در وجود انسان ها هست. خداوند از 4 سالگیش، از خردسالیش رسول خدا را چکار کرد؟ یعنی که سینه‌اش را، قلبش را پاک کرد و حزب شیطان را بیرون پرد. حلیمه از این حادثه ترسان شد و گفت این یگان مرد بزرگی خواهد بود که این حادثه را من دیدم. و زود به مادرش فرستاد، یعنی به طرف آمینه خاتون مادر رسول خدا فرستاد، فرزندش بود سپارید رسول خدا را و 2 سال دیگه با همراهی مادر پیغمبر خدا زندگی کرد و برای زیارت تقویهایش با همراهی مادر به سمت یثرب به سوی مدینه حرکت کرد. در آنجا مادرش بیمار شد و وفات یافت. پیغمبر خدا 2 ماه در شکم مادرشان بودند که پدرشان عبدالله در تجارت وقتی سفر کرد، از تجارت بازگشت در هلاک شد. در 6 سالگی مادر از دنیا گذشت. چقدر برادران، یک چیز را هر یک انسان حس کند که در دنیا 2 غمخوار بهترین دارد بعد از خدای تعالی، یعنی پدر و مادر. پدر و مادر انسان را دوست می‌دارد، تربیت می‌کند. این 2 مهربانی که مثال یعنی تربیت می‌کرد، پیغمبر خدا را چکار کرد؟ از دنیا گذشت. یتیمی چی روزی سختی است؟ کسی که دیده باشد می‌فهمد که چی روزی سختی یتیمی دارد. بعد از آن وقتی که کنیزی داشتند با همراهی خود پیغمبر خدا را آوردند و بابایشان عبدالمطلب سپاریدند. 2 سال همراه بابایش بود. در سن 8 سالگی بابای هاشم هم از جهان گذشت. آن شخصانی که با پیغمبر غمخوار بودند، مهربان بودند، دلسوز بودند، آنها را از دست داد و در تربیه عمکش ابو طالب افتاد و دائم او را تربیت میکرد و در سن 12 سالگی پیغمبر خدا کسب شیبانی را آموخت، یعنی چوپانی را آموخت. یک بار در تجارت با همراهی ابو طالب عمکش رفت و در نیم راه او را بحیرا، یعنی که راهبی نصرانی از راه گردان. او صاحب کتاب بود، انجیل و تورات با خبر بود. وقتی که خوانده بود بعد از آن پیغمبر را دید و نشانه هایش را گفت و گفت که این پیغمبری بزرگ می شود، این را برگردان که اگر یهودی ها از حال آگاه شوند او را هلاک خواهند کرد. از همین سفر پیغمبر خدا را چکار میکند؟ میگردد. و رسول خدا تا سن 40 سالگی، یعنی به همون 2 رکعت نمازی که از حضرت ابراهیم پیغمبر میخواند به همون عبادت میکرد و تا زمان قرآن آمدن در غار حرا رفته عبادت میکرد، توشه میگرفت. حالتهایی میشد که 1 ماه توشه را میگرفته در همون جا چکار میکرد؟ به عبادت خدای پاک مشغول میشد.
بعد در سین 40 سالگی وحی آمد. اولین بار سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شد. پیغمبر از این حالتی که یکمین بار حضرت جبرائیل را دید بسیار ترسید. پیغمبر گفت که ما انا بقارئین، یعنی من قاری نیستم، من خواندگی نیستم. پیغمبر یگان تاش خواندگی نیستم، همش استاد اولشان خداوند، بعد از آن حضرت جبرائیل امین، همون ملائکه که وحی را از جانب خدا و پیغمبران میاد. گفت ما انا بقارئین، یعنی من قاری نیستم، من سواد ندارم، من خواندگی نیستم. بعد 3 بار همین سوره را تکرار کرد، اقرأ بسم ربک الذی خلق. بعد همین 5 آیت همین سوره اقرأ را چکار کرد؟ خواند و بسیار ترسید. وقتی که یکمین بار جبرائیل را دید، حضرت جبریل امین را دید، بسیار ترسید و لرزید. به همین حال ترسان به سوی خانه، به سوی خدیجه زوجه‌اش آمد. گفت که زملونی، یعنی بپیچانید مرا. بعد از آن وقتی که از احوالش خدیجه پرسان شد، گفت من همین حالت را دیدم، چی باشد؟ زوجه‌اش که بسیار مهربان بود، خدیجه بانو مادر مومنان، بعد از آن پیغمبر خدا را دلداری داد، یعنی دلبرداری کرد و گفت که خدا برایت بد نمیخواهد، زیرا که تو با مسکین و بینوایان مهربانی، تو با کسی گندگی نداری، تو دلسوزی مهمانانی، از همین جهت خدا برایت بد نمیخواهد. بعد از آن ورقه ابن نوفل که پسر عمکی خدیجه بانو بود، از تورات و انجیل آگاهی داشت، پیش او رفت و گفت که شوهرم همین حال را دیده است، و ما بیان کن که چی حال باشد. وقتی که او از کتاب‌های آسمانی که آگاهی داشت، ورقه ابن نوفل با خدیجه بانو گفت که شوهرت گفت اگر همین گپ‌هایی که راست گفتی، همین گپ‌هایی که گفتی راست باشد، فریب نکنی، گفت شوهرت برگزیده خدا شده و ناموس اکبر بر وی تجلی کرده است. یعنی که شوهری که حضرت جبرائیل دیده است. تو مثل حضرت موسی علیه السلام گفت پیغمبر میشود. همین گپ‌ها را گفت که افسوس که من پیشیدم. ورقه گفت ای کاش که زنده میماندم در آن روزی که مردم از تو را از شهرت بیرون میکردن، من تو را یاری میکردم، یعنی میفهموندم. بعد پیغمبر خدا گفت که آیا من را بیرون میکنن؟ اینقدر این قوم به من مهربان است، اینقدر مثال من را حرمت میکنن. گفت که کسی که از جانب حق آمد و سخن حق را گفت، او را بیرون کردن و آزارش دادن. یعنی که از کتاب‌های آسمانی آگاهی داشت. گفت ای کاش من زنده میبودم و همون روز را میدیدم و من تو را یاری میکردم، اما عمر وفایی نکرد و رقه از جهان گذشت. این نشانه های دلیل پیغمبری بود. این یکمین سوره قرآنی که قرآن و پیغمبر خدا چکار کرد آمد. بعد از آن چند وقت وحی منقطع شد، یعنی نیامد. مشرکا و منافقا بسیار طعنه میزدن پیغمبر را که وحی نیامد، گفته هر گپ میزدن. بعد از آن بسیار بی‌طاقت شد، به درجه رسید که گفت میبرم خدمت ایمی کو میپرتم. بعد از او زوجه‌اش گفت صبر کن انشاءالله میشه. یک چند وقت صبر کردن، با سوره دیگر و پیغمبر نازل شد. این میگه به خاطر آن بود که پیغمبر مشتاق وحی شود. همین طریقه قرآن کریم در مدت 23 سال آیسته آیه سوره آمده به پیغمبر خدا چکار شد؟ نازل شد. و در خانه کعبه 360 بود، همه بت پرست بودند. آنها در جهالت و ضلالت رفتار میکردند. آنها مشرک شده بودند. خدای تعالی این پیغمبر بزرگ را آورد تا اینکه این بت‌ها را از خانه کعبه برچیند و مردم را از بت پرستی و گمراهی و ضلالت برهاند و به خدا پرستی چکار کند؟ آنها را دعوت کند. 3 سال دعوت در پنهانی گذشت. یعنی 3 سال پیغمبر خدا نتوانست آشکارا اسلامش را بگوید، تا زمانی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چکار کرد؟ ایمان آورد. وقتی حضرت عمر را به تحریک ابو جهل میگن، یعنی ابو جهل تحریک داد که برای پیغمبر را بکش. گفته عمر بسیار سیاستمدار بود، در دوران جهالت بسیار زور بود، مردم عرب از او میترسیدند. بعد وقتی نیمی راه نرفتیم، یک صحابه پیدا شد و گفتش که تو کجا میروی؟
بعد گفت که پیغمبر را کشتن. بعد گفت اول تو برای خانه خود اصلاح کن، بعد پیغمبر را فکر شدیم. همین خیلی گفت. بعد از آن گفت که خانه خود اصلاح نشیده جا میره. همین حالت در بسیار غضب‌آلود شد، رفت که خانم در چی را پیگفته، رفت که خواهرش قطعی از نشت ایمان آورده، یعنی چی سوره طه را تلاوت میکنن. وقتی آمدن حضرت عمر را شنیدن، همون کاغذ همون آیت قرآن را جاگه کردن، ایتشتر در را زد و در آمد. بعد طرف خواهرش گفت که چی میخوانی؟ گفت که اول ترسیدن، نگفتم. بعد از آن گفت که ما ایمان آورده ایم، اسلام قبول کرده ایم. بعد سوره طه را خواست که سوره را بخفن، گفت اول برای طهارت کن، ایمان بیار، بعد سوره را بخف که ممکن نیست بی طهارت. طرف حضرت عمر همین حالت را میگن غضب‌آلود شد، میگه که حضرت عمر یک تا یازدهش حضرت خواهرش دمی را گرفت، گفت ایمان بیار یا عمر، حال هم دیر نشده است. بعد اندکی وقتی که سوره طه را خواندن، حضرت عمر ملایم شد، گفت بیا بگیرین مرا، دست پا ما بندین پیش پیغمبر برد. بعد از آن حضرت عمر را گرفتن، به سوی رسول خدا روان شد. نزدیک در بود. وقتی که آمد، مردم 40 نفر ایمان آورده بودن، همه ترسیدن که عمر آمده است. عمر آمده است. امیر حمزه پشت در بود، گفت که بیاید بگوید در آید، اگر نیتش نیک باشد شا به حالش. امیر حمزه هم یک شعر جیان بود، اما که رسول خدا، اگر نیتش بد باشد نگوید که حمزه پیشی است، حمزه حال هم به غیرت است، همون شمشیر خودش تکشفتون میکنید اگر نیتش بد باشد. بعد از آن آمد و در خانه در آمد، گفت یا رسول الله کلمه عرضه کن که من مسلمان شدم. بعد از آن لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. حضرت عمر را صدای الله اکبر بلند شد، گفت یا رسول الله، گفت از همین روز گفت اسلام را آشکارا کن، 3 سال پنهانی میخوام. ای ترس، چون که رسول خدا دعا کرده بود، در دعاشون گفته بود که اللهم اعز الاسلام بعمرین او بابوجهل، پروردگارا اسلام را عزت ده یا به عمر یا به ابوجهل. از بس که میگه در اول دعا حضرت عمر رضی الله عنه که بود، دعا مستجاب شد و حضرت عمر چکار شد؟ مسلمان شد. اما ابوجهل نصیب ایمان نشد و از جهان شقی یعنی دوزخی گذشت رفت. اما از همون زمان دیگر مسلمان ها آشکارا نماز خواندند، خانه کعبه را رفتند طواف کردند. اگر چندی که مشرکان آنها را آزار هم میدادند، اما آنها قرار نمی‌ایستادند از این مبارزه خود، از دعوت خود. همیشه در آشکار و نهان چکار میکردند؟ مردم را دعوت میکردند، پیغمبر خدا دعوت میکرد آنها را. بعد از آن مردم مکه به تنگ آمدند، پیش ابو طالب آمدند و گفتند که فرزندی برادرت را پیش راهش را بگیر، اگر نگیری ما از دستمان چیزی که بیاید در حق پیغمبر میکنیم. یک روز آمدن آنها، یک منافق آمده پیغمبر خدا را گفت که ای پیغمبر، اگر مال میخواهی ما برایت مال میدیم، اگر بهترین زن میخواهی ما برایت زن میدیم، اگر ثروت میخواهی ما برایت ثروت میدیم، اما با این دین ما با بت‌های ما کاردار نشو، ما را کار نگیر. گفته همین خیلی گپ زد. بعد پیغمبر خدا گفت که اگر در یک دستم مهتاب و اگر در یک دستم آفتاب را بدهی، من از این امر دست بردار نیستم، یا کامیاب میشم یا هلاک. یعنی من چیزی دنیا را هیچی نمیدانم، من گفته خدا را چکار میکنم؟ اجرا میکنم. با وجود آن آدمای مکی یعنی مردم قریش فشار آوردن تا بجای فشار سخت شد که مردم دیگر تاب و طاقت فشار را نیاوردن، آنها به سوی حبشه هجرت کردند. شاه حبشه نجاشی مرد عادل بود، آنها را به خوبی پذیرایی کرد و منافقین به این حال طاقت نکردن و از قفای همون مسلمان های گرفتگی آدم فرستادن تا اینکه چکار کند؟ آنها را باز بگردند. وقتی که سردار این مهاجرین حبشه جعفر بن ابی طالب برادر حضرت علی بود، برادر حضرت علی بود، آنها گفتند که اینها غلامای ما هستند و از اینجا گرفتن ما را گردانده که همون منافقایی که از جانب قریش فرستاده شده. بعد از آن
آنها را نجاشی دعوت کرد، خواست که روبرو گپ زند و از احوال آنها خبردار شد. حضرت جعفر ابن ابوطالب و حیث یک نماینده خست و گفت که سبب گرفتن شما چی بود؟ بعد حضرت جعفر ابن ابوطالب برآمد کرد و گفت ما قومی بی‌سواد و گمراه بودیم و یکدیگر ظلم میکردیم، خون یکدیگر را میریختیم، جبر ستم بود، کار ما شیوه ما بتپرستی بود. این مرد آمد پیغمبر را در نظر دارد، ما را از بتپرستی منع کرد، گفت حق یکدیگر را نخورید، بتپرستی نکنید، راه روی شیطان را راست کنید. این مردم قریش به ما ظلم کردند، ما به وطن شما پناه بردیم تا که شما ما را آزار ندهید. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. برادر اهل اسلام در اینجا با علمای نظام حضور دارند، باقی مانده صحبت رشته صحبت را به آن داده می شود. عبدالرشید یکی از الگوهای به نهایت خدمت نشان داده سالهای دراز در مسجد قدم اسناد و حیثیت امام خطیب شده کار میکردن، فرزند یکی از عالم‌های شناخته و خدمت نشان داده طلاب زمین بودند و آقای الله شریف علیه رحمه. پدران ایشان علماهای گذشته در زمان خدمت اسلام و مسلمین میکردند که الحال لحظه هایی که الله عبدالرشید بیان کردند ابتدای اسلام چگونه لحظه های بینهایت مشکل بود، به خاطر کلمه مبارک لا اله الا الله چگونه زحمت ها پیامبر کشیدند، به خاطر این کلمه مبارک اصحاب کرام چگونه زحمت ها کشیدند، چه جانها کشید تا تو یافتی راه، چه جانها کشید تا تو یافتی راه، سنم بگذاشتی بگزیدی الله. برای آنه که ما و شما از این تاریکی ها، از شاههای زلالت و از گمراهی ها به روشنایی هدایت رهنمونی بیاییم، رهنمون بشویم. برای آنه که ما از سنگ پرستی رو به جانب خدا پرستی بیاییم. الله ذوالجلال پیامبرش را مبعوث کرد، او پیامبری که به خاطر ما و شما زحمت‌های بی‌نهایت زیاد کشیدند. زمان ایشان زمان بی‌نهایت مشکل و پرخطر بود و این گام‌هایی که در سالهای زمان شوروی خدمت اسلام می‌کردند اشخاص بی‌نهایت قوی ایمان و قوی اراده بودند که جانهای خودشان را در کبیر دست گرفته از مرگ نترسیدند، از زندان نترسیدند، به خاطر اعلام کلمت الله اون دینی که از پدر و بابا گرفته بودند به ما و شما رسانیدند. خدا ایشان را مورد رحمت و بخشش خود قرار بدهد. زحمت همون علماها بودند، زحمت همون علماهای گذشته بودند که ما و شما در آن زمانی تاریکی های زلالت اون نورهایی بودند. شمع عرفان ظلمتیستان را درخشان اختر است، شمع عرفان ظلمتیستان را درخشان اختر است. میکند معنی خرد که این دهر ما را محور است. شمع خود می سوزد و با دیگران روشنگر است. از طریق روشنایی شعله بالای سر است. آتش شمع فروزان مرگ بر پروانه است. آتش شمع فروزان مرگ بر پروانه است. آتش فرهنگ و نور شمع عرفان دیگر است. اون نورها شمع خود می سوزد و با دیگران روشنگر است. همان سوزش آنها بود. سوزش آن بزرگها بود که آنها زحمت کشیدند، دین به ما و شما رسانیدند. این دین برای ما و شما امانتی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع و اصحاب کرام گفت ای اصحاب کرام، آیا ما این دین به شما نرسانیدم؟ اصحاب گفتند یا رسول الله بله دین را رسانیدی، حتی حقیقت
گذاشتی. اصحاب پیامبر زن نگفتن، مال نگفتن، خانه نگفتن، دارایی نگفتن، وطن نگفتن، به گوشه و کنار دنیا پریشان شدن و این دین را به ما و شما رسانیدن. پیامبر خدا گفت این امانتی بود از جانب الله به برادر جبرائیل و جبرائیل علیه السلام این را به ما رسانید و اکنون این امانت را من به شما میرسانم، این را به بندگان خدا برسانید. این امانت را این علماهای گذشته در عصر بیستم، علماها در زمان شوروی جانها کشیدن. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که علماهایی که در آخر زمان خدمت دین انجام میدهند اونها کسانی هستند که کورای به مانند یک کورای آتش در دستشان میگیرند، اگر در دست بگیرند میسوزند و اگر او را به زمین نفکنند اون خاموش میشود. اینها به همین طریقه زحمت کشیده دین به ما و شما رسانیدن. الحال در اینجا استاد بزرگوار ما، استاد فرحانی ما، قاری محمد الله حضور دارن. الحال رشته سخن به ایشان میدهیم، قرائتی از قرآن میکنن و صلواتی برای ما و شما میخونن. انشاءالله داملوهای محترم استاد داملو خالمراد، امام داملو ایشانی سید محمود، داملو محمد الله دیگر و مهمانانی که دعوت شدن حضور کرده ایستادند. عدم همه این داملوها اساتید را که احترام ما و شما را انجام دادن و این مکان حضور کردن، قدم ایشان را به این مکان خیر مقدم میگوییم. خدا کند که به برکت قدم ایشان در این سرزمین، در خاندان اهل جماعه ما در این مکان خداوند فیض و فتوح و برکت را عطا بفرماید. پروردگار مهربان، چنان ذکر کردیم شمع عرفان، شمع عرفان ظلمت عشقان را درخشان اختر است، میکند معنی خرد این دهر ما را محور است. برادرها، چنان ذکر کردیم علماها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که العلماء ورثة الانبیاء، علماها اینها وارثان پیامبر، اینها دوام دهنده کار پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و البته اینها کسانی هستند که در خدمت ما و شما کمر همت بستند. یکی از دانشمندان غربی میفرماید، چنانه که جناب عبدالرشید گپ زدند در صحبتشان بیان کردند که اولین آیه‌ای که الله جل جلاله بیان کرد این امر به خواندن بود. اقرا، تو بخوان گفتیم نبی را و بکردی حکم آن تا بخوانند و بدانند حکم خدا را خاص آن. اولین آیه‌ای که الله فرمود این امر به خواندن بود، زیرا که الله بندگانش را به خواندن به آن خاطر تشویق میکند که بنده بی سواد، بنده غافل، البته او الله خودش را نمیشناسد. بنده اللهش را نشناخت او گمراه می شود، البته سعادت دنیا و آخرت او بی نصیب می گردد. یکی از دانشمندان غربی می فرماید که بزرگترین مرض، بزرگترین کسل این غفلت است، یعنی نادانی است، بیسوادی است. آنچنان ویروسی هست این غفلت، ویروسی هست که عقل انسان را تیره میکند، عقل انسان را میپوشاند، حق را در نظر او باطل جلوه میدهد و باطل را در نظر او حق جلوه میدهد. و کار باطلش خرسند است. امروز گمراه‌ها و جاهل‌ها خرسند از کارهای باطلشون، عمل نادرست انجام میکنند، افتخار میکنند، برای اینکه آنها مبتلای این ویروسی بی‌نهایت مشکل شدند. از این حکم خداوندی، از این ندای خداوندی فراموش کردند. از ندای پیامبر که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که از گوهرت تا بود علم بآموزید، از اون چی آنها دور شدند. الحال انشاءالله قاری محمد الله استاد بنده در اینجا حضور دارند، قرائت قرآن میکنند. انشاءالله به نوبت بندگان انشاءالله تعالی صحبت ما و شما را زینت میدهند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موالده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجليه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا، ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحنان، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شبيه من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله أستاذ أرجمند.
حضرت حافظ فرمودند صبح خیزی و سعادت طلبی چون حافظ، صبح خیزی و سعادت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. خداوند جل جلاله چنان ذکر کردیم فرمودند که اهل القرآن اهل الله و اهل الخاصه. اهل قرآن اهل خدا هستند، عیال خدا هستند، خاصگان درگاه الله جل جلاله هستند. از خداوند ذوالجلال خواهان آن هستیم که این استاد بزرگوار قاری محمد الله که یکی از قاریان مرتب قرآن هستند و در خدمت اسلام و مسلمین البته خدمت‌های ارزنده کردند. از خداوند جهان خواهان آن هستیم که ایشان را و این اساتید گرامی علماهایی که در اینجا حضور کردند و اینها در خدمت اسلام و مسلمین کمر همت بستند و در خدمت ما و شما هستند، ایشان را از جميع گزندهای ارضی و سماعی در پناه عصمتش نگاه بدارد. و این استاد بزرگوار نیز باز لحظه بی‌نهایت خوب، لحظه بی‌نهایت شیرین باز خداوند جل جلاله به ایشان عطا فرماید. الحال رشته سخن و استاد داملا خالمراد که یکی از علماهای خدمت نشان داده طلاب زمین که زیاد از مدت 30 سال هست که در خدمت ما و شما حضور دارند و ما و شما را پند و نصیحت‌های قرآنی، پند و نصیحت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم تا به امروز کرده آمدن و شاگردان بی‌نهایت زیاد تعلیم و تربیه کردند و ما مردم کلاب زمین با چنین علماها باید افتخار بکنیم. مایه افتخار این مال نیست، مایه افتخار دارایی نیست، مایه افتخار منصب نیست، مایه افتخار علماها هستند، مایه افتخار علم است. اون علمی که حضرت شیخ سعدی فرمودند علمی که راهی حق ننماید جهالت است. اون علم است مایه افتخار که اون علم راه جستیر عشق هرچی بخواهی جز یاد دوست هرچی کنی عمر زایی است، جستیر عشق هرچی بخواهی بطالت است. سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق، علمی که راهی حق ننماید جهالت است. اون راه علمی که در نزد الله جل جلاله قدر دارد، اون علمی است که راه حق به ما و شما نشان بدهد. اون راهی هست، اون علمی است که سبب نجات ما و شما در دنیا و آخرت میگردد. حال رشته سخن با استاد میدهیم. مرحمت این در أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما بیر جوان از دور و نزدیک، دوستداران خدا و محبوبان پیغمبر خدا در این مسجد جمع آمدیم. البته همه این اهل مسجد خصوصاً داملا سید محمود برادر و دیگر خادمان این مسجد و این محله و این قومی که امروز سعی کردن این مولود سید دنیا و آخرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را جشن گرفتند، همه شما را مبارکباد میگویم به این جشن با سعادت پیغمبری
آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همه ما و شما را خداوند هدایت بفرماید که حیات دادگی خداوند را و پیروی قرآن و پیروی سنت های پیغمبر و اخلاق های حمیده پیغمبر و پایان بردن خدا و هر یکی ما و شما هدایت بفرماید. البته فایده دنیا و آخرت هر یک بنده در چی است؟ در عمل کردن قرآن است و در عمل کردن سخنهای پیغمبر و رفتار کردن در اخلاقهای حمیده پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. و البته اظهار امتی هر یک امت به چی می شود و نزدیکترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون امتی است که و پیغمبر صلی الله علیه و سلم درود را بسیار بخواند، صلوات را بسیار بخواند و تنها به یک زبان گفتن من امت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن این نزدیکی و قرب و محبت داره نمی شود. محبت داشتن هر یک بنده همین است که همیشه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زبان او امت چی باشد؟ درود و صلوات برای در هر یک شب روز، خواه مرد است، خواه زن است، خواه پیر است، خواه جوان است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک سخنی به هر بارشان گفتند که شخصی که اگر در یک روز 3 بار صلوات بر من بخواند یا در شب اگر 3 بار صلوات بر من بخواند، این با چی بخواند؟ محباً دوست داشتن، نه دوست داشتن و البته شفقت به من کرده. البته درود بخواند خداوند جل جلاله گناه های اون شب و روزش مغفرت میکنه. البته صلوات خواندن به پیغمبر در یک شب یک روز برای هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان اگر نماز خوان باشد در یک روز 3 بار نه، در یک شب یک روز چند باره بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی صلوات میخواند. هر یک نمازی که بخوانید در اول ثنای خدا تحیات لله، ثنای بر پروردگار میخوانید، خواه مرد استی خواه زن استی و البته که چی بعد از اون اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید میخوان. اللهم بارک علی محمد، پروردگار برکت بده بر محمد صلی الله علیه همچنان که برکت داده بر حضرت ابراهیم و آل ابراهیم و درستی تو حمید مجید. این بین این صلوات را میخوان. این اگر نماز بخواند هر یک امت محمد صلی الله علیه و سلم روز در کدام گوشه کنار که باشد انشاءالله حق خدا را به جا آورده است، حق پیغمبرم امتی را چی به جا آورده است و چی حق پدر مادر جمیع مسلمین را به جا آورده است. حکمت نماز بسیار است. برای همین در تمام چی هست فرق بین مسلمان و غیر مسلمان نماز است. این روز اگر خاندان هر یک فرد مسلمان با نماز باشد انشاءالله او خاندان در حقیقت بنده خدا و امت رسول الله هستند و حق بندگی هم به جا آوردگی هستند و حق چی امتی هم و حق پیغمبر هم که از بس که هر یک نمازی که بخواند پیشین اگر چه سنت بخواند، فرض بخواند با سنت بخواند، اگر شکرانه طهارت بخواند یا مسجد آمد تحیه مسجد بخواند، در هر یک کدام اینها صلوات به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواند. اگر نماز شما مختم میخواند این چی میگن در یک روز یا در یک شب 3 بار بر پیغمبر صلوات بخواند، این از دوستی و محبت پیغمبر بشود و شفقت و مهربانی بر دوستداری پیغمبر اگر بخواند انشاءالله چه هست خداوند اون شب و اون روزه سهو و خطای او بنده را مغفرت میکند. این است البته در حقیقت امت بودن و زبان تنها نه، یعنی چی با تمام قلب و جان و با تمام دوستی و از صدق دل با پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشید. خداوند جل جلاله در قرآن کریم هم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وصف در آیه‌های بسیاری از قرآن کریم، یکی در سوره فتح خداوند بیان کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. یک آیه و دیگر سوره مزمل در خداوند بیان کرد که
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. خداوند بیان کرد انا ارسلنا الیکم، و درستی ما فرستادیم با سوی شما رسول فرستادیم. شاهدن، این شاهد است برای شما در روز قیامت. و البته دیگر بنده در روز قیامت در نزد خدا حاضر شود، خداوند سوالش کنه که من ترک عمر دادم مثلا چی 50 سال یا 80 سال، یا جوان حاضر که شد اولین چیز در روز قیامت از نماز پرساند. بعد از عمر جوانی هر یک بنده را خداوند سوال میکنه و بگوید که من نفهمیده بودم و ندانسته بودم. خداوند جل جلاله دیگر عذر نداده. خداوند بیان کرده است که انا ارسلنا الیکم، بدرسی ما به سوی شما فرستادیم رسول شاهدا علیکم، این شاهد بر شما هست روز قیامت که در حقیقت او چه پیامبر صلی الله علیه و سلم این دین خدا، این قرآن را و سخنهای گوهربار شد در امر و نهی و در حلال و در حرام رسانیده است. کما ارسلنا الی، همچنانه که برای چه فرعون خداوند میگوید که ما موسی علیه السلام را چه پیغمبر کردیم و فرستادیم، اما فرعون چطور کرد؟ فعصی فرعون رسول فاخذناه، اما فرعون پیغمبر چکار نکرد؟ سر نفراورد، سرکشی کرد. فعصی فرعون فاخذناه اخذا، او را بسیار مؤاخذه کردیم و بسیار با سختگیری سخت کردیم. فرعون را خداوند جل جلاله گفت در این آیه بیان کردیم. انا پیغمبر ما و شما پیغمبری هست که حتی تمام پیغمبرها آرزوی امتی پیغمبر ما و شما را کرده بودند و پیغمبر ما شد در تمام حیاتش با یاد امت بودند، در از حیات رفتنش هم با یاد امت رفتن. روز قیامت هم که میخیزن امتی گفته میخیزن. البته پیغمبر ما بسیار یک پیغمبر پشتیبان بزرگی داریم، یکی کوشش کنیم که چی باشیم؟ با یاد او باشیم، با رفتار گفته های او و کرده های او باشیم. در حقیقت انشاءالله ما و شما را چی شفاعت میکنیم که سید کونین ختم المرسلین آخر آمد بود فخر اولین. پیغمبر ما و شما البته سید دنیا و آخرت است. آخر از همه پیغمبرها آمده که آخر پیغمبر از چی بود؟ در اول بوده. خداوند حتی تمام موجودات را از نور پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خلق کرد. آنکه آمد فلک معراج او، انبیا و اولیا محتاج او، همه محتاج او هستند. آنکه شد یارش ابوبکر و عمر، از سر انگشت او شخص خمر. و پیغمبر ما و شما را معجزه های بسیار پرسیده بودند و یکی از معجزه هایی که به پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم البته دلالت کرد و معجزه نشون داد، شق کمر پاره شدن چی بود؟ ماهتاب بود که مشرکان معجزه پرسیدند و خداوند آفتاب و ماهتاب و شب و روز را در مسخر در اطاعت پیغمبر داد و این چین معجزه را پیغمبر صلی الله علیه و نشان داد. آنکه شد یارش ابوبکر و عمر، از سر انگشت او شق شد قمر. آن یکی او را رفیق غار بود، دیگر همین که حضرت ابوبکر صدیق همراه پیغمبر صدق در غار ثور، در وقتی که خداوند پیغمبر امر به هجرت کرد از مکه مکرمه و مدینه منوره، بسیار یک حالتهای سختی و دهشت بود که مشرکای مکه و پیغمبر خیلی قصد اراده های سخت هم کرده بودند، حتی برای نیز کردن پیغمبر مشورت و مصلحت هم کرده بودند. اما خداوند امرش کرد که تو هجرت کن از مکه مکرمه و مدینه منوره و همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود که اینها مشورت کردند که در غار ثور نصف شب از چی پیغمبر از جای خوابش حضرت ابوبکر از خانهش میبرند و در بیرون شهر مکه یک جا میشن و غار ثور میرن و دیگر خدمتگارهای البته تعیین کرده بودند که برای اینها اسب و شتر بعد از 3 روز تعیین میکنن و در اونجا اونها باید هجرت میکنن. آنکه شد آن یکی او را رفیقی غار بود و آن دیگر لشکرکشی ابرار بود. حضرتی چی عمر فاروق بسیار البته چی بود؟ با غیرت بود، با همت بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صاحبش بودن عثمان علی. دیگر هم صحبت های پیغمبر چی بودن؟ صحابه حضرت کی بود؟ حضرت عثمان بود و حضرت علی رضی.
البته اینها چی بودن؟ همراه پیغمبر در وقت حیاتش در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. بهر آن گشتن در عالم ولی. هر دم از ما 100 درود و 100 سلام بر رسول بر آل اصحابش نمود. البته هر دم هر یک نفس باید از ما و شما اگر هزاران سلام و درود هم که بخوانیم باید در این خدمت‌های پیغمبر برای ما و شما برای امت کردن پایم کرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه البته یار دوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بسیار با غیرت بود. حضرت عمر بسیار با غیرت بود و بسیار حقگو بود. حضرت عمر فاروق میگن، فاروق معناش جدا کننده بین حق و باطل بود. حضرت عمر بین حلال و حرام بود. حضرت عمر در سرگذشتش میارن که حضرت عمر با همین قدر غیرت و قوت بسیار ترچ خدا داشتنش یک صحیفه داشت، یک دفتر داشت، در اون یک هفته عمل نیک و چه عملی که میکرد هم باید را کتابت میکرد. روزی جمعه که میشد همون دفتر آورده همه عملهاش حساب میگرفت که روزی دوشنبه چی کار کرد، چی کار خیر کرد و چی کار خطا و چی کار سهو از حضرت عمر سر زد. وقتی همه این رو تمام میکرد در سر کدام گناهش که میآمد که کمبودی از حضرت عمر گذشته در خدمت‌های مردم، در بندگی خدا، در امر خدا را رسانیدن، دره داشت میگه که نفسش را دره میزد که این جزای تو ای نفس چرا این کمبودی را کرد. انا هر یک خطا شد نفسش را دره میزد، خودش ولی جزا شد بعد چی؟ آخرت نرفت در دنیا جزای نفس را میداد که ای نفس تو طاقت این دره داری که در این دنیا حالی قیامت و دوزخ و عذاب دوزخ با این قدر البته خدمت‌های شایدی قدر جوانمردی قدر غیرت و در اسلام خدمت‌های کردگی حضرت عمر با وجود این هر هفته چی داشت؟ حساب و کتاب داشت. انا ما و شما حساب و کتاب داریم، ما و شما در 1 سال و 2 سال هم یک بار خدمت محاسبه نمیکنیم و اهل بیت هم حساب نمیکنیم که پرسش داشته باشیم در 1 ماه هم که در 1 هفته هم که پیسر هم تو نماز را خوندی، دختر هم نماز خوندی، همسر هم تو همین روز نماز خونده. این حساب کتاب را نداره. همه این مسئولیت ها در نصیبه ما و شما از خود از خاندان همه ما و شما چه هستیم مسئول هستیم. حضرت عمر رضی الله عنه را میگه صاحب کتاب وقتی که در وقت وفات شد در بارای شیشتن که آوردنش دیدن که پشت پرهاش همه سیاهشتگی از این ضربی چی بود؟ همون تازیانهایی که چه میزد در سهو و خطایش. انا یکی از چی؟ صحابه های پیغمبر ما و شما و چاریان پیغمبر علیه السلام عملش همین بود. لیکن ما و شما در نزنه نفسانانه که ما حسابی طاقه اگر پرسان نمیکنیم ما و شما نه خدمانه نه اهل بیت نه خانوادان ما اونهای ما و شما مسئول هستیم در زیر دست ما و شما هستن، حتی اونها را یک بارم پرسان نمیکنیم. کوشش کنیم که چی باشیم؟ البته حقیقتا بنده خدا و حقیقتا امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشیم و دوستدار چاریان پیغمبر و عامل سخنها و کرده های اونها باشیم. انشاءالله در حقیقت امتی و بندگی خدا در تن همین است و این یک زبانی تا کم من مسلمان من بنده خدا من امتی رسول الله من دوستدار چاریان پیغمبر علیه السلام هستم بگویم. اما اگر عامل نباشیم این چه هست؟ یک همین گفتن خشک خالی است و یک ذرت میره. و امروز و دیگر وظیفه هر یک کدام ما و شما چی باشد؟ تربیت فرزندها باشد. بسیار مسئولیت در جانب فرزندها در زمینه ما و شما هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک کدام ما و شما در خاندان مثال یک 10 مرده هستیم در پیش او چند گوسفند را میتن که تو اینها را بانی کن، او را از بیماریش، از هلاکشدگیش، از جرشدگیش، از همه اینها چی؟ سوارش میکن. میپرسن چی کجا شد؟ ما شما را هم نیست همون 10 مرده خداوند در خاندان خود چند پسر داریم، چند دختر داریم، چند تن وسط داریم، چند تا کیرین داریم،
چند تو دادر در زیر دست در تربیه همه اونها در ماشون مسئول هستیم. از اونها در نزد خدا یک سوال کردم پرسیده میشویم که برای همسرت چی گفتی و چه خدمت کردی، برای فرزندات چی گفتی، برای دخترت چی گفتی، برای بچت چی گفتی و برای اکا چی گفتی، برای دادرت چی گفتی، برای پدرت چی خدمت کردی. از اینها مسئول هستیم پدرها و برادرهای عزیز. پیغمبر ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم البته در هر یک راهی که میرفت تمام مردم که میدید اونها را پند و نصیحت میگفت. یک روز یک جماعه زنها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم پند و نصیحت گفت. اولا از حق خدا به اونها رسانید و از حق شوهرها و از حق پدر و مادر و حق فرزندها و او زنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسانید که حتی فرزندها و پدر و مادر چه حقها دارند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تربیه مادرها گفت که کدام مادر که 3 فرزند رو اگر تربیه کنند با آداب، با اخلاق، با خداشناسی، با قرآن شناسی، با پیغمبر شناسی و اون رو به کمال برسانند، این 3 فرزند پرده می شود برای اون مادر و پدر از آتش دوزخ. ببینید فرزند جگر پدر و مادر است. چقدر دوست می دارد فرزند و پدر و مادر. اما تربیه و خراندن پوشیدن آداب و اخلاق فرزندم بیکار نیست. ببینید و همین اجر هست. حتی که برای پدر و مادر اون فرزندی را که پدر و مادر تربیه کنند 3 فرزند را با آداب و با اخلاق و کمال برسانند از آتش دوزخ پیغمبر صلی الله علیه و گفتن که پرده می شود که او پدر و مادر خدا از آتش دوزخ نجات میگیرد و سببی که پول مالش را صرف کرد، عقل ادراک و وقت چی شد زبانش را صرف کرد و تربیه کرد فرزندش را آداب و اخلاق و البته علم و معرفت. و یک زنی از بین اون زنها باز گفت که ای رسول خدا اگر مادر 2 فرزند تربیه کنه اونها را به کمال برساند برای این مادر چه اجر است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای مادر 2 فرزند هم اگر تربیه کند و به کمال برساند برای اون هم چه است؟ این پرده می شود از آتش دوزخ برای پدر و دیگر زنی گفت که اگر یک فرزند را اگر یک مادر تربیه کند، اگر یک فرزند را تربیه کند این هم برای اون مادر همین اجر هست. همین هم برای اون پدر و مادر چی می شود؟ پرده می شود از آتش دوزخ. انا بینیم تربیه فرزندم بیکار نیست پدرها. همون غمی که برای فرزند پدر یا مادر میخورد، خواه برای پوشیدنش، خواه برای خوراکش، خواه برای فرزندش تربیه کردنش، در خوابش، در حیاتش، در زندگیش فکر میکند و سعی میکند و مهنت میکند و میارد میخراند و میپوشاند، همه اینها عبادت، اجر و ثواب برای پدر و مادر نوشته میشه. این خیلی نگوید من پسر من میخرانم، همسرشم میخرانم یا نوستم هم میخرانم، این برای من چی؟ بیکار است. نه. انا همون پولهای شما پولهای خود شما حساب میشن. اینها در خزینه پروردگار میشن. وقتی برای فرزندتون میخرانه و میپوشانه و پول مال دولت شما و خزینه شما هم همین میشه. پدرهامون امروز کوشش کنید که در تربیه فرزندها باشید، خصوصا مادرها و هر یک کدام ما و شما مادرها در مسجدها و در جامعه ها اشتراک کردن نمیتونن. دیگه البته برای یک زن در نزد خداوند ایشان نزدیک اول 3 کس میگن و 5 کس هم گفتگی هستن در حدیث های پیغمبر صلی الله مسئول همونا هستن. اول پدر است. تا وقتی که دختر در تربیه پدر است، پدر مسئول است از برای او زن چی؟ خواهی باشد، علم نمازش باشد، علم تعلیماتش باشد، آدابش باشد، اخلاقش باشد، شرم و حیاش باشد، پدر جوابدار است. پدر نباشد برادرها هستند، برادرها نباشند نوبت چی میشد؟ تقایی و عمکی میشد. از ساعتی که نکاح که شد مسئولیت زن در ذمه شوهر می شود. دادرای عزیز، از ساعتی که نکاح کردی و زن را به خودت قبول کردی، هر نفس را به تو بخشی به تو قبولش کردی، از اون ساعت در ذمه آن شوهر می شود که اون زن را از علم نماز، از علم طهارت، از علم حیض و نفاس، از حلال، از حرام، از شرم، از حیا را چکار کنند؟ تربیه کنند. یکی در بعضی برادرها این مسئولیت ها بسیار سست هستند. امروز ما تاجیک هستیم، مسلمان هستیم و امروز خصوصا مادرها بسیار تربیه های سست در خصوصا دخترها دیده میشه. امروز تمام دختر مسلمان حاجی است و آدمی بزرگ است و مسجد می آمده که جمعه می خواندگی است، همش
لباس‌های بچگی دارن، دیگر بچه را از دختر فرق کردن خیلی مشکلات است. حالا یک جا بیشتر بودیم میگوید که امروز 80% در مغازه ما سودا بروک جنس است که دیگر تمام پدر و مادرم برای دخترها بروک جنس خریدیست. این مسئولیت حساب نمیکنیم. کی بیاید امروز این مسئله ما شما را حل کنه؟ کی بکنه؟ و همه دعوا دارم که بنده خدا امت رسول الله هستیم. آیا دخترای ما و شما را کی که امروز باید پاچه بشوند؟ پاچه مادری ماماده. باید ماما و مادرها کجا شدن؟ این ایزاری مادری و مامگیشان کجا شد؟ امروز تای توسط و مایکر این دیگر از دیگر مردم گذشت. این مردمی مسلمان این تاجیک دیگر اخلاقش. هر یک ملت ننگش، ناموسش، قدر عزتش و دوستداری وطنش است و رفتار و کرداری بابا و اجدادش است. عزت شرفش در تمام دنیا. قدر عزت مرا نیست را ببینید. باید هر یک فرد مسلمان اولا وطنش خدا را دوست دارد، پیغمبر را بعد از این وطنش دوست دارد. و اخلاق رفتار گذشتگی‌هاش فراموش نکند، پیروی ویها باشد. چی امروز میگن که ماماهای ما و شما، مادرهای ما و شما یک آدمای جاهل بودن، اونها نادان بودن. یا پاچه پوشیدن اینها یک آدمای بی‌عقل بودن. چه خیلیشون میگن؟ چه خیلی حکم میکنیم اونها را باشه. و خود بیایم پدرها و برادرها و مادرها و خواهرها را امروز برسانیم تربیه‌های خوب کنن فرزندان. امروز غیر از شکایت دیگر نیست. هر روز جوانهای عزیز چی است؟ طلاق است، طلاق است، باید تا دو 3 طلاق، 1000 طلاق، 100 طلاق است. باید با تفکر بکنیم که سبب همین چی است امروز؟ امروز بی‌تربیتی است. آیا دختر یک تایما و شما در 3 توی رفت، سرلیج و پایلیج در هر یک توی رفتگیش یک جوان که سخن گفت و محبتی به او جوان کرد، بعد در خانه که تو عروس شوادی ایدادار عزیز او تا اطاعت میکنه، او خیلی مجلس‌ها در او که در شهوت دادگی ذوق هوس دادگی شما را دیگر گوش میکنه، شما را احترام میکنه، پدری که خدمت میکنه، مادری که نمیکنه. این نمیکنه، این سر خوب نرس بینامه. این است امروز چه هست؟ در تربیت فرزندها باشیم. و پیغمبر ما و شما مسئول بودن هر یک کدام ما و شما که هر یک کدام ما و شما در خاندان مثل یک 10 مرده از فرزندها و اولادها چی هستیم مسئول هستیم. یک جوانی گفت که همسایه مسلمان رو دعوت کردم که بسیار روزانه اگر توی هم کردنی باشه روزانه کنه و شب جمع نکنه زن و دختری مردم رو. گفت من گوش نکرد گفت. رفت کلین آورد. کلین شب آورد. بچه سحر پگاهی گفت که کلین برده بسپارید. من را بینید. گوش کنید دروغ نسیر همه شما 7 ساعت شنیده سیر پدر بود. بعد پیش من آمد که داملا چکار کنم که آبروم ریخت در محله و در بین خیشتبار چکار. گفتم فتوا برا از همون مجلس فیسق فجوری که تشکیل کردی گفت من اگر که شب از همون مجلس برا نکرد تو از همونجا سوال کن جواب از همونجا به من دیگه برای تو فتوا ندارم جواب هم ندارم. تو گفتی خدا را گوش نکردی، گفتی پیغمبر را گوش نکردی، علما وارث پیغمبر است، تر برای فایده دنیا و آخرت گپ زد گوش نکردی. برا دکتر از همون مجلسی که آراسته کردی زن و دختری چندین همسایه دیگر در این شب مبتلای فیسق و فجور کرده از همونجا برای جواب دادی. من همین از پدرها کی بیاید امروز تربیت کنه برای ما و شما مجلس‌ها و معرکه‌های ما و شما کی ترتیب انتظام کنه. بس کنید دیگه شب توی را بس کنید کدامتون باشه. آیا در محلتون توی کد یکون تا تو رفته موسیقیده و حاجی هسته معلم و دکتر آدمای به عقل هسته یک کد رفته گفته که همون حافظه که تو با قدری همون صاحب خانه آوازت براید یک محله را پخش میکنه نماز خواندن نمیتونه یک کد نمیره گپ زنه که تو حقوق ما را پایمال کردی. آیا همون حافظ رفته و گفته نمیتونه که همین صاحب خانه که دوست میداره تا شب در بیت گوشت بخون قطعی زنش ارگز برد آواز از سفیل این نباید. این حقوقی داده من هم. دولت قانونی جمهوری تا یک حقوق برای هر یک کدام ما داده است که همسایت را آزار ندهیم در کدام عملیتی باشه. من امروز وظیفه اول خود پدرها و برادرها و آبروی یک مسلمان ریخت آبروی تمام مسلمان نریزد. این سخنها تنقیل اراده شما نیست پدرها. این شکایت ها هر روز هر ساعت است.
جوانان از این شما هم با خبر باشید، شما هم از این مسئله ها با دقت باشید. هر یک جوان میخواهد یک زنی پاکیزه با شرم حیا بگیرد، او خود از خود پیدا می شود. خواهر خودت نگوی، خواهر بدن لیج بگردد، در تمام توی ها برود، با تو میخواهی که یک آدم دیگر چکار کنه؟ دختری خوب تربیه کنه برای تو بیارد عطا کنه. همگی باید خدمت کنیم پدران، جوانان و پیر، مرد زن باید در تربیه اخلاق و در تربیه فرزندها خدمت کنیم که بعد اون وقت میتونیم که چی؟ فرزندهای ما شما با آداب و اخلاق باشد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خداوند حال ما و شما را عامل قرآن، عامل حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شرافت این مولود پیغمبر دعا کنیم که خداوند پیر و جوان را توفیق عمل عطا بکنه. در حقیقت بنده بودن و امت بودن در خداوند ما و شما را عامل بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله. چیزهایی را دنبال بیان کردن که داغی جامعه ما و شما هستند. چیزهایی را بیان کردن که این روز هر روز ما و شما این چیزها را هر روز می‌بینیم. یکی از دانشمندان می‌فرمایند که اگر تمدن، پیشرفت و ترقیت اگر در بی‌صبری در برهنگی باشد، حیوان‌ها چند ساله‌ها از ما پیش رفتند، زیرا که آنها پاکیزه برهنه هستند. برای این خاطر تمدن در بی‌صبری بی‌حجابی نیست، بلکه تمدن در علم و در معرفت و در اختراع‌کاری در این چیزها هستند. البته باز در اینجا داملا بزرگخان، خطیب شکلخان و دیگر داملا حضور دارند، ایشان را خیر مقدم میگیم. الحال باز مهمان‌های عالی قدر استاد بزرگوارمان داملا ظاهری فرزند داملا عبدالوهاب که یکی از پیران طریقت هستند حضور دارند و باعث ابراهیم، ما ایشان را خیر مقدم میگوییم. قدم ایشان را خداوند در این مکان با فیض و با برکت بگرداند. الحال رشته سخن به داملا محمد الله میدهیم. داملا محمد الله ما و شما را تبریک میکنند. بعدا در اینجا باز ایشان سید محمود و دیگر داملا هستند انشاءالله تا فرا رسیدن وقت انشاءالله صحبت میکنند. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم. حبیبم را کسی که دوست دارد، حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالیک ورا دوزخ درآرد. و جان و دل محبی مصطفی باش، و یارانی محمد جان فدا باش. و یک دستگیر دامان شریعت، و دستی دیگر کسبی طریقت. و این دو بال خواهی گشت شهباز، کنی در عالم لاهوت پرواز. بعد حمد خدا و درود و رحمتی به پایان و روحی پیامبری بشیر نذیر، سرور کائنات، مفخر موجودات، تمیمه دور و زمان، دوست داشته الله، منجی عالم بشریت، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فقد قال الله تبارک و تعالی في شأن حبيبي استعذ بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. الله ذوالجلال 14 عصر پیش بی کام و بی زبان، بی حرف و بی آواز، بر حبیب خود
این آیه کریمه را فرستاد که بفهمان و بگو و بدانان بر همه جهانیان، هم بر مسلمان و غیر مسلمان که این کنتم تحبون الله، بگوی محمد صلی الله علیه وسلم که ای مردم مسلمان و غیر مسلمان، اگر شما خدا را دوست می داشته باشید فاتبعونی، تابع محمد صلی الله علیه وسلم بشوید. قبلا یهود دعوا داشتن که نحن ابناء الله و احباؤه، یهودی ها می گفتن که ما بچه های خدا هستیم، همه پیامبرها از ما گذشتن، ما دوست داشته های خدا هستیم، غیر از ما دیگر مسلمان ها دیگر در خدا قدری ندارن، قیمتی ندارن، ارزشی ندارن، از همه بهتر و خوبتر هستیم. این عقیده امروز هم هست در اونها و این عقیده تا قیامت هم در اونها هست، چون که ها مغضوب علیهم هستند، دانسته از این رو گردانده هستند. اگر نصارا و بیچارا گمراه باشند، ندانند، در شک شبهه ماندن، عیسی را بعضش خدا و بعضش بچه خدا و بعضش مریم را زن، این از جهت نادانی و زال از گمراهی است، لکن اونها دانسته این کار میکنند. خدا در قرآن در سوره بقره بیان میکنه که اگر یک تای شما فرزند خودتان را، بچه‌تان را از بین 100 نفر بچه ها همچنان که میشناسین انیق میدانید که این بچه من است، بر حق بدن دین اسلام و حق بدن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آنچنان بر حق میدانند، اما حسد، بخل، کینه، کبر و درجه کفر آورده رسانده شد. برای رد اینها خدا در این آیه بر پیامبر امر کرد که قل، هر کجا که در قرآن قل باشد معنی امر است، معنیش بگو ای پیامبر ما، بفهمان، بگو به مردم جهانیان که این کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست می داشته باشید فاتبعونی، تابع محمد صلی الله علیه وسلم بشید، تبعیت رو بکنید، پیروی بر او بکنید، بر گفتاری او، رفتاری او، کرداری او، پینداری او، در خوردن و پیامبر تشریح کنید خطانه. پیامبر خدا به 3 انگشت ناله میکرد، این 3 انگشت ناله بسیار خورد است، کمک است، بسیار میخوایی، در دندان، در زبان، در دهان فایده دارد، در معده فایده دارد، در روده ها فایده، در همه فایده دارد. وقتی که لقمه خورد آمد رسول اکرم به 3 انگشت میخوردند. در نشستن، در خوردن رسول اکرم به پای چپ بنشستن، پای راست بالا میکردن، ایتا کش پهلو نمیخوردن و تکیه نمیخوردن، راستا ایستاده خورده در قد ره نمیرفتن که ما از این مدنیت خیلی قفا موندیم، از مدنیت اسلامی. در خوردن، در گفتار، تا این روز تاریخ یگان مؤرخی دنیا یک حرف ناجا از پیامبر خدا نیافتند، بلکه دنیا تا این عصر 20 در حرکت هستند، کمترین حدیث رسول اکرم نو آشکار کرده ایستاده‌اند. در خوردن، در گفتن، در خواب کردن، بار بیان کردیم، برادری داشتیم در راه دین دعوت میکرد عمر، در تمام عمرش، در تمام سال و ما فقط چی بود دعوتش؟ خواب کردن رسول اکرم صلی الله علیه و پیامبر خدا چگونه خواب میکرد؟ رو به قبله در مسجدها میومد، در معرکه، در مسجدها، مدرسه ها نشان میداد، به طرف قبله دراز میکشید، دستی راست در پره روسی راست میماند، روش به قبله نگردان. پیامبر خدا بعدش که میگو بسمک اللهم اموت و بسمک احیا، خدایا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم، و دیگر دعاهای معصومه که از پیامبر میگو پیامبر خدا ان همین طریق خواب کرد. این خیلی بود، نه اینکه شکم سیر کنه و در بیخ تلویزیون تا نصف شب تلویزیون تماشا بینم. امروز همون تا پیامبری که چون شدی موجود در عالم میگفتی امتی
در نماز و روزه هر دم بگفتی امتی، در شب معراج نزد حق بگفتی امتی، جان به لب آخر شد و آنگه بگفتی امتی. وقتی که در شب معراج رفت حضرت خواجه حافظ میگفت مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت و تماشای تو آشوب قیامت برخاست. پیامبر مست گذشتن به معنای که مستی عشق الهی، عاشقای خدا مست میشوند. عاشقای خدا را بسیارش دیوانه میگن، مثل دیوانه مشرب و مثل دیگر حالت مولای جنونی. جنون چی از دیوانه است؟ اینا همه مستی می عشق خدا را میشتن مست شده بودن. پیامبر خدا به دیدار خدا به لقای خدا وقتی که رفت حافظ چی بگه؟ پیامبر را وصل میکنن مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت و تماشای تو آشوب قیامت برخاست. در همون جهان پدر نگفت، مادر نگفت، بچم و دخترم نگفت، زن نگفت، خانه و قصر نگفت، منصب نگفت، پول و مال ثروت نگفت. چی گفت؟ امتی امتی. در شب معراج نزد حق بگفتی امتی، جان بلد آخر شد و آنگه بگفتی امتی. جان بلد آخر شد. اخیران لحظه وقتی که جان به جانان تسلیم میکرد، جبرئیل امین آمد، الله ذوالجلال فرستاد که حبیبی ما را برد، از او بپرس، با او صحبت بکن، به نیکویی حضرت عزراییل گفت قبض روحش بکن. جبرئیل امین در نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم برد، در تختر زد اعرابی. فاطمه زهرا در نزد رسول معظم اسلام بودن، عایشه صدیقه و همه. حضرت فاطمه زهرا گفت من علی الباب، کیست بردر؟ گفت رجل اعرابی، همون عزراییله که انسان به دیدن او روح از قالب جدا می شود، تشم بدن انسان به لحظه از ترس می آید. به صورت یک اعرابی به حجره پیامبر آمد که در نظر عزراییل همه عالم به مثل انسان کفی دستش نگاه میکنه، همین طریقه است قبض روح میکنه. گفت من علی الباب، کیست بردن؟ گفت اعرابی. حضرت فاطمه زهرا گفت برو. گفت رسول خدا در حالت نزع جان از حاجت به اعرابی و سخن ندارد. گفت باز دیم بار تکتر زد، باز سیم بار تکتر زد. این دفعه رسول اکرم که بیهوش شدن چشمهای نرگسی نکشاده کردن. وقتی که اعرابی را دید حضرت عزراییل شناخت. ای فاطمه گفت بگذار و بیاید و سر راهی او را کسی گرفته نمیتواند. او کسی هست که مزارها را زیاد میکند، کسی هست که پدر بی فرزند میکند، فرزند بی پدر و مادر میکند، دختر بی مادر میکند، مادر بی دختر میکند. او همون شخص است، سر راهی را کسی گرفته نمیتواند. خداوند میگفت ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر قصرهای سختترین که انسان خودش جا کند، از مرگ دیگر راه ندارد، چاره ندارد. اگر چاره میداشت بوالی سینا خودش حرکت میکرد نمیرد. سینا چی میگو؟ هر بند کشاده شد مگر بند عجب. هر چقدر بند و حیله و تبابت و راه و پیام و هر چیزی که یافتم، غیر از بند عجل، راه عجل درکش نیفتاد. هر بند کشاده شد مگر بند عجل. پیامبر خدا گفت من بیاید. وقتی که آمد رسول خدا گفت یا عزراییل اجئت زائرا او قابضا، برای زیارت آمد یا برای قبض؟ گفت برای قبض آمدم. بعدا جبرئیل امین در نزد رسول اکرم است. برای خرسند شدن رسول اکرم گفت یا رسول الله، گفت با آسمان رفتم. گفت همه آسمان ها در ها کشاده، همه در منتظر تو، فرشته ها در انتظار، ملائکه ها، پیامبران پیشین همه در منتظر تو هستند، همه نگاه دارن که ای روح مبارک تو میاد. رسول اکرم خشنود نشد. گفت ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت
در جنت گفت همه آراسته شده است، منتظری تو هستم که قدم شما در اونجا برسد. پیامبر خرسند نشد. ای رسول الله گفت اولین کسی که در جنت قدم می‌خورد تو هستی. رسول اکرم خرسند نشد. هر چیزی که میگفت از نعمت‌ها رسول اکرم چهره مبارکشان شاد نمودار نمی‌شد. تا آن زمانی که باز چی گفت؟ حال امتی من چی میشه؟ در حالت جان دادن، تلخی جان کندن که انسان از نوکی پاد پاتاری سر 360 مراتب اگر پوست کنن جان دادن از اون مشکل تر است برابر. این خبر مشکل است. در همون حالت رسول اکرم چی گفت؟ حال امتی من چی میشود؟ اچی ریلی امین از نزد الله برگشت و گفت که ای فرستاده خدا، الله ذوالجلال بیان میکند که فردا روز قیامت اولین امتی که قدم در جنت میگذارند امت حبیبی من مصطفی صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از آن روز چهرش کشاده شد، شاد شد و الان تاب قلبی و زال غمی. الان گفت دیدی من آرامش پیدا کرد و زال غمی غمی من استنابت شد. در همون حالت هم امتی بود. علی رضی الله عنه شعر خدا داماد رسول الله میگه وقتی که گوش من به لبهای مبارکه رسول اکرم نزدیک کردم لبها میجنبید امتی امتی میگو. چنین پیامبر ما و شما امت هستیم. صلوات نگوییم به انصافی است. بعضی مسلمان اسلام پیامبر میگه حضرت محمد میگه دیگه در دوامش بود زبان دیگه کندش دیگه است، نمیگه صلی الله علیه و سلم، نمیگه صلوات نام پیامبر بشنید نگوی جفا کردی تو چگونه امت هستی. برای پیامبر باید صلوات بفرستیم، دعا بکنیم، درود بفرستیم. با یک درودی که ما و شما یک کس نگه اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد، فرشته خدا خلق کرده است که این صلوات درود از دهان ما و شما قبض میکند، بر روضه مبارکه میبرد و میگوید که ای رسول خدا فلانی بچه فلانی بر تو سلام فرستاد. رسول اکرم از جانب خودش 10 سلام، الله ذوالجلال 10 رحمت خودش بفرستد. اگر 100 بار صلوات بگویی 1000 سلام پیامبر بر تو نصیب میشود. هر یک سلامی صلوات گفتگی ما و شما را پیامبر میفهمد، میداند که کی از چی است. حضرت رابعه بصری، قصه رابعه را نمیکنیم وقت میگیرد. رابعه یکی از زنهای ولیه هست که در تاریخ اسلام هست. فردا روز قیامت چندین لخت زنهای امت پیامبر شفاعت میکنند به اذن خدا. 4م دختر پدرش بود. چین 1 2 3 4 همین رابعه معناش 4مین میشه. رابعه این رباعی میگه که 4 مثل شیره رباعی میگه. رابعه معناش 4م دختر تولد میشود. نزد وقتی حالت تولد شدن است. پدرش آدم با خدا پرست صالح شب و روز در عشق پیامبر دعا و درود. مادر این چنین وقتی قریب تولد میشه کسی نیست یادم میکنه. او زمان حکم نیست زمانی ما نبود که در وقت شرک بیا و دیگر کنم. گفت چراغ ندارم روشنایی کنم. شوهرش گفت که یک شوهر عزیز برو از خانه همسایه یک آتش بیار که در روشنی ما همین کودک تولد کنیم. پدرش رفت. آنقدر فقیر و کمبغل بود، ناموس داشت، آنقدر در عشق خدا و پیامبر بود که غیر از خدا از مخلوق در اون چیزی نمی‌طلبید. نمیگو کسی به من چیزی بده. ناموس رو ببین. بعضا فقرا بسیار به ناموس میشوند، میمرند و از آدمی فرومایه چیزش نمیگیرد. دیگر پدر رابعه آمد در دروازه سرادمان کمتر ایست و گشت رفت. گفته شوهر آوردی آتش آوردی؟ گفت در مکشاده نکردم. آواز نکن در تکی کشاده بکن. بازمش بار آورش کرد برای آتش بیار. وقتی حالتی همون درد کودک زده است. دویم بار رفت ایستاد کرده دیگر آمد گفت چیکار کردی؟ گفت هیچ کس خیرات نکرد. باز دیگه گفت 14 مراتب رفت و آمد از خاندان یا همسایه از خاندان یا ثروتمند به توفیق آتش نیاورد. در خاندان شک شبهه راه نداد. تک
تکیه به خدا کرد که اون دختر رابعه شد. بعد از اون رابعه تولد شد. رابعه به دنیا آمد، ولی مادرزاد خدا او را صالحش گرداندگی بود. هیچی ندارن، کم بغل خوراک ندارن، حتی روغنی ندارن، از همه ماندگی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خواب پدرش در آمد، پدر رابعه که ای فلان گفت تو به نزد شاه بره، شاه مملکت، بگو که هر شب تو به من 100 بار صلوات سلام میفرستادی، دین شب برای چی سلام نفرستادی؟ این فقیر رو بین ناموسه که در همون حالت خوابی شب شد. ای رسول خدا او پادشاه از من یا فقیر گفت من کجا او کجا، من نمیتونم رفته. رسول اکرم گفت من به تو امر میکنم که برو بگو را بپرس. حکمت رو ببین. وقتی که آمد به نزد شاه کیو را پسند میکنن، این هر طرفی که سراغ میکنن کسی از در بیرونش میکنن، برو این طرف او طرف او طرف، حاجت او برای چی است؟ حاجت مانه، درد مانه، سوزش مانه به کسی ما و شما برسانیم که درمان نداره، تلاوت نداره، تلخنیت نداره، سینه‌زد نداره. اون کی است؟ الله جلال است. با خدا تماس بگیریم. حالا کتابچه از زاهدان را آمدگی است، تلفنی نامری تلفن خدا و همون زنگ بزن خدا جواب میده. اون کدام نام است؟ نام تلفن خدا میگه 222 3 تا 2 بگه خدا جواب میتونه. خداوند مثل بندش نیست که بگه بگو نیست، کار است، کسل است، در خونه نیست، این خیلی نیست. 2:22 چی است؟ دیر شب، ساعت دی شب، 2 رکعت نماز، 2 قطره آب چشم، همین چی 3 تا دشت در دی شب، 2 رکعت نماز، 2 قطره آب چشم بکن و خدا تو تماس میگیری. حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی از نام خدا میگفت که بیان میکرد در نظمها که شب همه شب با تو میگوییم راز. خدا میگوید ای بنده درباره من شب تا بروز کشاده هست، تو پاها دراز خواب میزنی، مشکلات آمد و پیش مخلوق میگوید خالق ماندگی. شب همه شب با تو میگوییم راز، تو به غفلت پایها کرده دراز. خدا میگه بی نیازم از تو از طاعتت، با نماز و روزه تو چندین مناز. خدا میگه ای بنده تو نگو که من نماز میخونم، روزه میگیرم، صدقات میکنم، حج رفتم، اینها قطعی نناز. خدا به اینا محتاج نیست. اگر میلیون بار حج کنیم، میلیون بار زکات بتیم، قربانی کنیم، عبادت کنیم، این به ملک خدا هیچ فایده ندارد. اگر میلیون سال انسان اتئیست باشد، کافر باشد، بر مقابل اسلام و عالم و مسجد مبارزه دارد، میلیون تشکر سر ببرد، این بر ملک خدا هیچ ضرری ندارد. نه طاعت عبادت ما، نه عمل صالح ما، بلکه انسان چی هست؟ خدا جواب میده خلق الموت والحیات برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا میگه خلق کردیم مرگ را، خلق کردیم حیات تا که امتحان میکنیم کدام شما عمل صالح میکنیم. آیا گپ خدا رو میگیری یا گپ شیطان؟ خدا میگه نماز بخوان، روزه بگیر، حج و زکات، عمل صالح بکن. شیطان میگه نکن اینها را، خواب کن، سحر نکن، صبح نکن، عرق بخور، زیناکاری کن، دروغ و خیانت، تهمت، دشمنی. گپ کی میگیری؟ خودش انسان جنتی و دوزخی بودن چه خودش در دنیا حساب و کتاب کنه که جنتی است یا دوزخی است. خودش انسان وقتی که به پیش پادشاه هیچ نشد، باز شبی دیگر رسول اکرم به خوابش آمد. فلان تو بگو با او که 100 بار برای چی با ما سلام نفرستاد، هر شب بفرستاد. پدر رابعه این دفعه کسی رمان که با پادشاه بگو که برای چی سلام و صلوات نفرستاد است. پادشاه شنید هیچ از سرش کم این فرستادن نفرستاده کی است که میداند؟ هر جا نباشه گفت یگان دوست خدا بیاریم.
پدر رابعه را آوردن، یک شخصی فقیر با سر پای برهنه و جنده و کنده و وقتی که از دور از بالای همون منبر قصر شاهی که دید، در سیمای او چهره او نور شب زنده‌داری و نور خدا و پیامبر که دید، میگه از جاش به اختیار خیست. انسان وقتی که با تقوا باشد همه از او میترسد. انسان وقتی که خدا پرست باشد جین انس از او میترسد. هر کی از خدا میگه ترسید و تقوا گزید، ترسد از وی انس و جین و هر کی دید. هر کی از خدا بترسد، تقوا را اختیار کنه، ترسد از وی جین و انس و هر کی دید. هم انسان هم جین همه میترسد از کی؟ از شخصی با تقوا، از شخص خدا پرست. شخص شبهناک که به حرام آلوده را هیچ که پرواش ندارد و ده تنگه ایمان اسلامش میتونی رود. وقتی که دید پدر رابعه را از جاش خیست، دید که در سیمای و سیمای صالحین است و نزدیک آمد. گفت یه شخص تو هست نمیگه؟ گفتگی گفت بله من هستم. آدم مسلمان ساده میشه. گفت چی برای خیلی گفتی؟ گفت پره شب گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت در خاندان ما مهمان بود. بر خدا در ایوان قصر نی، در ایوان خانه های طلایی و زرباف نی، در خانه کم بغل که دودی دل دارد مهمان شد، در خوابش را گفت رسول اکرم مهمان من شد. من دویده از دستی او بوسیدم، زیارت کردم و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مرا مبارکباد کرد، دخترچه یافتیم و بر من امر کرد که به پادشاه بگو که هر شب بر من 100 بار صلوات میفرستاد، فلان شب برای چی یگان صلوات نفرستاد خواب کرد. پادشاه میگه تاج از سرش بس هوا پرتافت و در زمین در پیش و در زمین غلطنک بزند و شکم میزند و آبش میزند. آیا رسول خدا سلامای مرا میشنید است؟ آیا پیامبر خدا مرا یاد کرد؟ آیا رسول اکرم گفت که همون را بگو 100 بار صلوات میفرستاد؟ بله پیامبر گفت، رسول خدا گفت. این رسول خدا مرا یاد کرد است، گفت است درودای مرا میشنید است، گفت در زمین خودش بالا پایت میزد. بعد از آن گفت یه فقیر چی حاجت داری؟ چی میگه در فقیر؟ هیچ حاجت ندارم، ولی اقل بگو یکان کاری تر نبود کنم. تو فرستاده رسول خدا هستی و هیچی کار ندارم، هیچ حاجت ندارم. حالا آن که یک چراغ نداشت روشنایی که زنش کودک تولد کنه، روغن نداشت، لکن چیکار کرد؟ از خدا طلب میکنه. ابراهیم خلیل علیه السلام وقتی که نمرودیا در آتش انداختن، آتش گلخن که علنگ میزد، جبرئیل امین 500 سال ره از آسمان و خلیل خدا نزدیک شد. ای خلیل خدا، دل تو چی میخواهد که من را بکنم؟ ابراهیم خلیل چی گفت؟ تو به من در کار نیستی، بلو از پیش من. هر چیزی که او میخواهد مرا میبیند و میداند. ایمان رو ببین، اسلام رو ببین، تقوا رو ببین. هر چی که او میخواهد میکند، او میبیند. هر چی او میکند خوب میکند. ما بد و خوب فرق نمیکنیم. انسان خوب و بد نمیداند برادر عزیز. انسان همین را فراموش نکنه که نیکی و بدی را نمیداند، کرده هم نمیکند. این خدا در قرآن گواهی میدهد که عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خدا میگه که بنده های من بسیار وقت شما چیزی را بد میبینید، نمیخواهید، شوم میبینید، دور میشوید، لیکن او خیر برای شما میارد، خیر برای شما میارد. و عسى ان تحبوا شيئا، بسیار وقت شما یک چیز دوست می‌دارین از تحت دل و جان دل و هو شر لکم، او شر است برای شما. ماشین خوب است، دوست می‌دارین داشته باشین، اما نمی‌دونین که در اون ممکن بزنید بندارید. زن خوب است، ممکن بگیری بعدی طلاقش کنی. خانه خوب است، ممکن در بگیرد یا سیل ببرش یا چپه شود. انسان چیزی را دوست می‌دارد، عاقبت او را نمی‌داند و چیزی را بد می‌بیند، فایده او را نمی‌داند. و بعداً پدر رابعه وقتی که به خانه برگشت، شاه خورد و خوراک هر چیزی با او روان کرد، از پیش خود رفت. او چیزی نطلبید، چیزی نخواست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم
الله ذوالجلال چی گفت؟ بگو به مردمان دنیا که اگر شما خدا را دوست می داشته باشین فتبعونی، تابع محمد صلی الله علیه وسلم شید. بعد تابع شدن چی؟ یغفر لکم ذنوبکم یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. دو چیز خدا عطا میکنن. یکم یحببکم الله، بخواهی که خدا تو را دوست بدارد سنتهای پیامبر را به جا بیار. یک عمل صالحی که ما و شما با سنت میکنیم، خواه خوردن، خواه خواب کردن، خواه نشستن، خواه سخن گفتن، بهتر است از 1000 سال عبادت و بدعت. 1000 سال عبادت کنی که خدا و پیامبر او را نگفته باشد، از اون 1000 ساله در یک سنت پیامبر را به جا آوردن از این چیز بالاتر است. خدا گفته است که فتبعونی، تابع محمد صلی الله علیه وسلم. بعداً چی؟ یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد. یکم، دویم و یغفر لکم ذنوبکم، و گناه‌های شما را مغفرت می‌کند. سهو و خطای شما را خدا می‌بخشد وقتی که شما تابع پیامبر صلی الله علیه وسلم شدید. ببینیم افعال پیامبر چگونه بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه راه می‌گشت، چگونه مهربان بود. در حالت خطبه خواندن رسول معظم اسلام خطبه می‌خواند، ناگاه گوشواران عرش از در مسجد در آمدن با اشک ریزان حضرت امام حسن و امام حسین. پیامبر اونها را مثل فرزند دوست می‌داشت، چون که همه فرزنداش در پیش خودش جان به جانان تسلیم کرده بودند. پیامبر خدا فقط فاطمه 6 ماه ایستاد، گر یگان فرزند زنده نماند. محبتی وارد چی در جای و محبت امت جا کردگی بود. در حال خطبه خواندن نگاه ایستاد، اونها را نوازش کرد، در پایه منبر نشان با خطبه را دوام داد. چنین شفقت داشت، چنین مهربانی داشت، اونقدر مهربانی و شفقت داشت که حتی به حیوان رحم میکرد. شتری را دید در کوچه های مدینه، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دید، میگه شتر دویده آمد، با زانو میگه با زمین زد و فوکی خودش به پشت پای رسول اکرم کفش پیامبر خدا گذاشت، اشکش جاری شد. رسول اکرم صاحبی را دعوت کنیم. صاحبی را وقتی که دعوت کردن، گو برای چی این ماتت نگه نمیکنی؟ شکایت از تو دارد؟ پشت این چی است؟ یاره هست، باید تعامی نمیدی، علاف چیزاش نمیدی، این از تو شکایت دارد. روز قیامت از این پرسیده میشوی. صحیح کبیر حتی حیوان ها مشفق بدن پیامبر خدا را چکار میکنن میدونستن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم ذاتی با برکاتی هست که اگر تمام عمر ما و شما وصف او را بکنیم از بحر یک قطره را گفته نمیتونیم. صدقی که رسول اکرم داشت، دعایی که پیامبر داشت، امروز ما و شما چیزی نداریم خیر از دعا. امروز ما و شما مسلمان ها یگانه سلاحی که داریم، یگانه قوتی که داریم، یگانه امیدی که داریم فقط دعاست. خدا میگه ادعونی استجب لکم، بنده های من خواند مرا، فریاد کنید مرا، استجب لکم، اجابت میکنم شما. الله ذوالجلال چه غیاث المستغیثین است و فریاد بیچارگان میرسیدگی است. لیکن از خدا بیخبر ماندیم، از خدا دور ماندیم، به غفلت ماندیم، به فسق و فجور و رقص و بازی. وقتی که آمیخته شدیم خدا برکتش میگیرد. برادر عزیز، خدا برکتش میگیرد از عمرمان، از جانمان، از کسب و کارمان، از زمین، از آسمان میگیرد برکتش. از دست ما و شما چی میآید؟ کوه الحال لغت کرده به طرف ما بیاید، کی سری را گرفته میتوند؟ سیل از بالا یک دریاچه آمد، چرمگر شوش برد، کی سری را گرفته تا نیست؟ کی مرده هاش نجات داده تا نیست؟ کی دمی را گرفت که خانه ها چپه نشوند؟ از غضب خدا بترسیم که خداوند خودش در قرآن آگاه میکند که ولو اهل القرى آمنوا و تقوا. خدا میگه که بنده های من اگر اهل شهر، اهل ده، اهل قشلاق و قریه و محله آمنو، ایمانی به خدا داشته باشند، یکم، دویم و تقوا داشته باشند، خدا پرستی داشته باشند، خدا وعده داد که لفتحنا علیهم برکات من السماوات والارض. هر آیه خدا میگه برکت های ما را از آسمان و زمین بر شما زیاد میکنیم. وقتی که برکت زیاد شود
برادر عزیز حاصل زیاد میشد، میوگی زیاد میشد. هرچی میتکی میگیریش باد زیاد شیسه. هر چقدر در بالای سنگ اگر دانه گندم رفته او چند خشا میگیرد گندم میدهد. همه به برکت زیاد میشه. برکت عمل، برکت جان، برکت تندرستی، برکت فرزند، برکت آب و خاک و هوا همه زیاد میشود. کدام وقت زیاد میشود؟ کدام وقت خدا گفتی لفتحنا علیهم برکت من السماوات والارض؟ کدام وقت؟ آمنوا و تقوا. وقتی که ایمان داشته باشیم و تقوا داشته باشیم. تقوا داشته باشیم که چگونه تقوا داشتن بزرگوار ما و شما، چگونه خدا پرست بودن، چگونه نماز میخواندن. ابوبکر صدیق که نماز میخواند در تحریمه بستر وقتی که رسول اکرم قریب جان دادن بود، بلال حبشی از آن داد حی علی الصلاة، حییت الی الصلاة، حی علی الفلاح، شتاب نشد رسول نجات. بلال صدا داد، پیامبر نیامد. حضرت بلال دیگه آمد، رسول اکرم در حجره مبارکه چشمای نرگسین که شده قوت نداره تماما. گفتی السلام علیک یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل بیت نبوه. و الصلاة وقت نماز شد، پیامبر خدا چی گفت؟ مرو ابابکرین ای یوم الناس، امر کنید که ابوبکر نماز پیش بداره بخونه. عایشه صدیقه طاهره مادر ما همسر دوست داشته رسول اکرم، عایشه طاهره چی گفت؟ ای رسول خدا گفت مردم امامتی ابوبکر نمیخواهند، در برای چی نمیخواستند؟ پدر ما گفت، عایشه میگه پدر ما رقیق القلب است، دلش نرم است، دلش ملایم است، دلش مثل دل پرنده هست. وقتی که در نماز الله اکبر بگفت تحریمه میبست، از اول تحریمه تا سلام بگیریه نماز بخوان. حتی صحابه میگن در ششم صف آواز تپیدن دل ابوبکر رو گوش ما میرسید. پیامبر چی گفت؟ ابوبکر نه امر کنید به نماز پیش ببرید. عمر نگفت، علی نگفت، عثمان نگفت، طلحه و زبیر نگفت. 120,000 صحابه حیات بود. در زنده بدنش پیامبر کی رو میخواست؟ ابوبکر عمل کنید به نماز پیش ببرید. کسی که رقیق القلب، کسی که نمازش به گریه بود، قرائتش مردم نمیفهمید از گریه بسیار. باز در این بار عایشه صدیقه گفت که پدر من نمی دیگر کس. ما 3 بار گفت رسول اکرم 3 مراتب ناراحت شد، گفت من امر میکنم که ابوبکر به نماز پیش براید. بار عمر بن خطاب رضی الله عنه، کسی که فر من ظله شیطان، شیطان از سایه او میگرفت. کسی که پیامبر گفت لو کان بعد نبی عمر بن الخطاب، اگر بعد من پیامبر میشد عمر بن خطاب پیامبر میشد. گفتن مردم ای عمر، در حالی که حضرت ابوبکر هست، حضرت ابوبکر چهرهشان بلند قد بودن، از میانه بالا بودن، از خرابی و کاقی بسیار میانشان خم زده کوز بود حضرت ابوبکر. وقت چهره زیبا عمر بن خطاب گفتن که ما میخوایم که تو امامتی بکنی، تو نماز پیش بدرای، تو قرائت خوب داری. حضرت عمر بن خطاب چی گفت؟ ای صحابه ها، گفت من گفت راضی هستم که عمر از بالای 7م آسمان به یک شمشیر تیکه کرده به زمین پاش بکن، به این من راضی هستم، اما راضی نیستم که در بدن ابوبکر در نماز پیش بدرم. احترام ببین، آداب ببین، کبر نیست، غرور نیست، وسوسه نیست، شیطانگری نیست، بخل نیست، حسد نیست، غیبت نیست. دلهای اونها به مثل آفتاب بود. حالا یک طرف بگن که تو از فلان مولای زور هستی، این میگه معید زور ما میگه تو از اون خوبتر هستی، تو از اون بهتر هستی، میگه من این خیلی نه. با شمشیر تیکه تیکه کنین از آسمان پرت کنین، با این راضی هستیم و راضی نیستیم که در بدن ابوبکر من در نماز پیش بدم. احترام رو ببین، دوستداری رو ببین، مسلمان با مسلمان چگونه بود. منبر رسول اکرم 3 زینه پایه بود، 3 تا بود. پیامبر در بالا می‌نشست. وقتا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از دنیا گذشت، خلافت ابوبکر صدیق شد. چگونه مسلمان بودن؟ ابوبکر آمد جای نشسته پیامبر خدا را بوسه کرد، سر و گوش مالید، گفت ملائک نیستم که در جای نشسته پیامبر بشیم، در جای پاهای رسول اکرم نشست. زمانی که ابوبکر از دنیا گذشت، خلیفه مسلمان ها عمر بن خطاب شد. حضرت عمر آمد جای نشست پیامبر بوسه کرد، جای نشست ابوبکر صدیق بوسه کرد و
در جای پاهای حضرت ابوبکر نشست. به چگونه احترام داشتن. وقتی که زمان خلافت عثمان شد، عثمان غنی یکم جمعه که باید بخوانن نکرد. دوستداری و احترام مسلمان بین. یکم جمعه که باید بخوانن، عثمان غنی آمد نگاه کرد، در یکم پیامبر نشد، در دیم ابوبکر، در سوم عمر، در جای نشست اونها چیکار کنن گفت بشین دلش نشد. عثمان غنی که پیامبر دو دخترش به او دادگی بود. یکمش از دنیا گذشت، دویم دخترش بعد این گذشتنی اون با دیگر شد، اون شب از دنیا گذشت. گفت اگر باز دختر میشه تا قیامت دخترها می آمدن می مردن یک رایت با حضرت عثمان می دادم. عثمان غنی آمد، حضرت عثمان چنان شرم داشت، حیا داشت که از شرم و حیای بسیار حتی پیامبر نگه باری به تکیه بود. ابوبکر آمد، عمر آمد، هم آمدن سلام کردن. پیامبر نخیست. وقتی که عثمان غنی در آمد رسول اکرم از جاش خودش جمع کرد. آیشه صدیقه گفت که رسول خدا گفت فرستاده خدا و یک خدامی نخیستی به عثمان. گفت که عثمان آنچنان شرم دارد، حیا دارد که حتی فرشته های خدا از عثمان شرم میکنند. حتی ملائکه ها عثمان غنی را میبینن حیا میکنند، از حیای بسیار. ولی در خطبه در مسائل فقهی میگه که والخطبه نحو تصریحاتین. امام اگر در خطبه جمعه یک بار سبحان الله الحمدلله بگه کفایه میکنه، درست میشه. فرضی به جمعه. برای چی؟ برای که عثمان غنی وقتی که در جمعه در خطبه برآمد دید که همه نگاهش کردیستن، شرم و حیا که لغت شد، سبحان الله گفت، دیگر گفت زدن نتونست، خمش نشست. بید حضرت عثمان آمد دوره خلافتشی 3 درجه جو به جو آمد، در بالا در جای نشست پیامبر خدا نشست. عثمان غنی همه مردم نگه دارند. ابوبکر در اونجا ننشست، عمر ننشست. وقتی نماز جمعه وقتی خطبه خواندن، حضرت عثمان غنی نشسته بود، گرد نمیزد، حیا، شرم، خاموش ایستادگی بود. یک کس از بین قوم خیست. در هر قوم، در هر محل، در هر مسجد یک تا آدم ناخلف، یک تا آدمی که خلل در اون جماعت و ایران پراکنده میکرده که فتنگر هست. این تا قیامت هست. هر کجا که باشد به این نیست. برای شیطان در همه جا هست. یک کس از بین مردم یک بی‌ادب خیست. خیلی عثمان گفت، در جای نشست پیامبر خدا گفت ابوبکر ننشست، عمر ننشست. تو کی هستی در جای نشست پیامبر نشستی؟ حضرت عثمان غنی میگن اندکی ایستاد، اشکای چشم عثمان جاری شد. گفت که اگر من در جای ابوبکر می نشستم گمان میکردم که من خدمت به ابوبکر برابر کردم. اگر در جای عمر می نشستم می گفتم که چه به عمر برابر کرده است. من خاک پای ابوبکر و عمر نمیشم. در جای پیامبر که نشستم هیچ کدومی تو گمان نمیکنه که من خدمت به پیامبر برابر میکنم. اون رسول خدا بود، فرستاده خدا بود. همین گپ گفتم، پس میگه که حضرت عثمان غنی را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چهره زیباش به خاطرش آمد. خطبه خواندن رسول اکرم، در محراب پیش آمدن رسول اکرم، دعاهای رسول اکرم که وقتی پیامبر خدا به خاطر زد میگه از اول ساعت یک نصف روز نماز جمعه تا قریب نماز عصر در بالای منبر فقط اشک جاری میشد، همه خاموش بود. تا آنجایی که میگه قریب نماز عصر شد. گفتن که ای عثمان نماز جمعه وقتش میگذرد خضا میشد، کی نماز میخونی؟ در یاد رسول الله وقت فراموش کرد. فقط در منبر میگریست، خلاص حرف از دهن عثمان نبرآمد. اهل دل، خداپرستا، اهل طریقت، اهل تصوف، اهل طریقت حقیقی، اهل تصوف حقیقی چی گفتن؟ در زمان خاموش بودن عثمان میگه، در گریه عثمان و اشکهای عثمان میگه همه عثمان پر از فریخته شده بود، همه بر یاد رسول الله میگریستند. رحمت خدا آنچنان فیض الهی در سر عثمان ریخت، در مسجد پر شد که حتی از مسجد بیرون شد، تمام مدینه پر از رحمت خدا شد. فقط در حال چی؟ در حال خاموش شدن عثمان. به خاطر چی؟ یاد رسول الله.
رحمت خدا بارید، رحمت خدا از اون همه مدینه را پخش کرد. این امر معروف ها، این مولود ها رحمت خدا را می آورد. اگر اینها نباشند برکت نصف می شود. اگر اینها نباشند مجتهدان میگن در محلی که شهری که قومی که تا 40 روز اگر امر معروف نهی منکر نباشد خدا به سر اون مردم مصیبت و بلا میفرستد. برکت از اون مکان برداشته می شود در مکانی که تا 40 روز نباشد صحبت خدا و پیامبر. عثمان غنی چنین کرد. رحمت خدا از همه سرد به یاد رسول الله، به یاد پیامبر خدا، حتی به یاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از 120,000 صحابه که در زمان پیامبر بود 120,000 صحابه 16,000 فقط در مدینه ما، همه در اطراف دنیا پنج شدند. میگفتن ما در مدینه دیگر طاقت نداریم که مدینه را به پیامبر بینیم، ما طاقت نداریم که محراب رسول اکرم به پیامبر بینیم. از مدینه برآمده رفتگی بودند. از 120,000 16,000 شما دیگه همه برآمدگی رفتگی بودند. حتی در خیتای حضرت سعد بن ابی وقاص در خیتای دفن شدگی از تاجرها میروند زیارت میکنند. در یک ملکی که هیچ نمیداند، نمیفهمد، یک خبر آگاهی ندارد، نه خدا، نه پیامبر، نه زبان، نه هیچی. خوراک اونها به خوراک ما مانند نیست، شکل اونها مانند نیست، گفتگوی اونها مانند نیست، رفتار اونها مانند نیست، دین اونها مانند نیست. صندوق روح پرستش میکنند. صحابه در بین او رفته و او را دعوت کرده، وظیفه‌ش انجام داد، وظیفه‌شان تمام کرده رفت. رو به خدا بیارید، رو به خدا بیارید که قدرت خدا به نهایت بزرگ است. تلویزیون میبینید که چی واقعی رفته است این روزا. ژاپن را ببینید، پیش قدمترین دولت دنیا، داناترین مردم دنیا، از خس خاشاک و دود هزارها اپارات تیار میکردگی، مردم عالم دنیا را علم و حکمتشون پوف میکنه، توف میکنه. همین قدر دانا و همین قدر پیش قدم دانا. از دستشون چی آمد در زمین جن میشینه که خدا تلتان داشت؟ خدا سیل به سرشون آورد. از دستی اون مردم چی آمد؟ آیا به علمشان دمیره سیل گرفتن؟ آیا به علمشان زمین قبیدن جنبیدنی نمانده؟ چی از دستی اونها آمد؟ خدا اینها را نشان داده است که بنده های من چشماتون را کشاده کنید ببینید قدرتی مرا. شما عاجز هستید، عاجز. سلام علی خاتم الانبیاء، سلام علی سید الاسفیاء. محمد که عالم پر از نام اوست، سجود ملائک ز اکرام اوست. محب مساکین و محبوب حق، که از شرم رویش کند گل عرق. غلامی تو شاهانی روی زمین، تو با بینوایان امت قریب. کسی هست که با بینواها قریب است، کسی هست که اگر ما یادش کنیم یاد ما و شما را میداند. سلام بفرستیم سلام ما و شما را جواب میگرداند. حضرت جنید بغدادی که در زمان خودش سردفتر اولیاء الله بودند، بعد اون محمد واسع شاگردشان، شاگرد ارشدش که مسند طریقت و صوفیه را به او سپرده بود. محمد واسع مسجد و مدرسه زیاد داشت، تعلیم تدریسی زیاد داشت. حضرت حجت الاسلام امام غزالی قصه میکند، خبر دادن که امام حضرت محمد واسع یک قلندر در مسجد آمده است، 3 شبانه روز است هیچی نمیخورد، طهارت میکند، در بالای جای نماز میخواند، در سجده اون قدر میگرید که مردم او را دیگه همه او را تماشا میبینند، با سر و پای برهنه، موی آویزان. 3 روز است که چیزی نخورده است، نه آب نه طعام. حضرت درگیرش چیزی رفت. محمد واسع یک ثروتمند دولت دعوتشون کرده بود به مهمانی. آمد و از کیفی و داشت گفت که برادر گفت تو طعام نخورده، شاید گرسنه باشی، بیا همراه ما بریم خانه یک ثروتمند است، خیلی صدقات زیاد کرده، چیزی بخوریم. اومده مرحمت عبادت دوام دید و یک سر بالا کرده با دوستان خدا غیر است. وقتی که در قدم فنافیلی اولیایی درجه دارد، فنافیلا قدم یکمی اولیاء الله فنافیلاست، در خدا محو میشه و فنا میشه.
غیر از خدا نمی‌بیند، نمی‌شنود، نمی‌داند، نمی‌خواهد که افزودن شنیدن دیدن. در همون قدم از دین اول فنا فی الله سرش بالا کرد. محمد واسع گفت شما برین، گفت استفاده کنین، یک پرچمان گفت به مرا بیار بس. نمی‌خورد به عبادت مشغول. حضرت در دلش یک چیزی پیدا شد که یک 10,000 آدم گفت که مرا میگیرد، این که مرا نگرفت. با همین شهرت بسیار در آدم غرور پیدا میکنند. که آدم را احترام میکنند، یک مرا نگرفت. قهرش کرد محمد واسع اولیای خدا را. قهرش کرد و در همین جمعیت کرد که هیچ چیز نمیارم. رفتن طعام خوردن، همه را دعا دوده کردن، گشتن آمدن، هیچ نیاوردن. شب در خانهش نماز تهجد خواند محمد واسع. بعد از تهجد کم تا پینک رفتگی بود که یکی دید در خوابش که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم با لباس‌های زیبا، عمامه سله سیاه در سر، حشقتی، ابوبکر و عمر و عثمان همه از پشت پهلوی پیامبر خدا همه به اوج نزدیک شدند به خانه محمد واسع. حضرت دوید پشت دستش بوسه کرد، با اونها سلام کرد. پیامبر خدا چهرهش ناراحت بود، خرسند نبود. یک پیامبر خدا گفت من محمد واسع هستم، شاگرد جنید بغدادی هستم. پیامبر خدا گفت میدانم شاگردی او هستی، به عبادت هستی، اما یک دوست ما مهمان شما شد. یک دوست ما 3 شبانه روز به آب و به نان و به طعام در عشق خدا یا یاد خدا رو دهاش و شکرش چسبید. شما یک پارمان با او ندادید. یک دوست ما رو شما در 3 روز یک پارمان ندادید. با تو گفت نان بیار، نیاوردی. و پیامبر خدا بیدار شد، از خوابش بیدار کشید، دیوانوار میگریست، میدوید بالا پایان طهارت کرد و مسجد آمد. نماز بامداد خواندن. بعد از نماز بامداد نگاه کرد و قلندر لکه مسجد برآمده بود. هر طرف میدوید نمیاد. دید که در قلعه یک آدم نیمکالا ضعیف حال رفتیسته. دوید از پیش برآمد. وی حضرت گفت بیس گفت تو گرسنه هستی، ما با تو طعام تیار میکنیم، طعام نمیتیم، تو را سیر میکنیم، تو گرسنه بدهی، تشنه بدهی. نگاه کرد، یک کمتر خندید. گفت 3 روز در اینجا گشنه و تشنه بودم، یک پارنان قاق تا رسول خدا را اگر نیاوردم ندادیم. تا رسول خدا و ابوبکر و عمر را نیاوردم به سر کنه یک پارنان ندادیم. اگه من حاجت به نان شما ندارم. چند قدم زد از چشم غایب شد. دوستان خدا نباشند. دوستان خدا نباشند، لیکن ز خدا جدا نباشند. این طایفه تیغ آبدارند، جان از تن بی ادب برآرند. حضرت مولا میگفت و زینهاری و 100 زینهار زبان از رنجش این مردان نگه دار. 100 بار زینهار که دوستان خدا را زبان تا کجگویی نکرد در حق دوستان خدا، در حق صحابه، در حق تابعین، در حق اهل علم، در حق اهل تصوف بزرگا زبان تا کج نکن. و زینهاری و 100 زینهار زبان از رنجش این مردان نگه دار. همان قوم به آفت مبتلا شد، زی آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن بی ادب عبرت نآمد. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی بی اخلاصی آدم شد زی سگ کم. سگ اصحاب کهف بین از اخلاص دوستای خدا جنس آدم شد. راویا میگن روز قیامت به صورت گوسفند میشه، داخل بهشت میشه. سگ اصحاب کهف، سگی که خدا در قرآن را یاد کرد. در قرآن خدا میگه و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیل. سگ اونها را خدا در قرآن یاد کرد، اصحاب کهف بین. به چه خاطر سگ یاد کرد؟ به خاطر که پی دوستای خدا را گرفت، پی علما را گرفت، پی صالحا را گرفت. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی به اخلاصی آدم شد زی سگ کم. ابو جهل و ابو لهب خویشان پیامبران، لیکن از سگ پستر هستند که دوزخی و کافر هستند. الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کند. الله ذوالجلال فردا روز قیامت خدا خودش که گواه است، پروردگارا
روز قیامت از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر همه ما و شما، آینده های ما و شما تا قیامت، گذشته های ما و شما تا آدم، خدایا پروردگار از شفاعت پیامبر با نصیب و روزی بگرداند. الله ذوالجلال به حرمت این مولود یاد خدا و یاد رسول الله، به حرمت این صلوات ها و به حرمت این اشک چشم خدایا از همه ده بهترین نعمتی که برای ما و شما نعمت آرامی است در این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما. خدایا آرامی را حکم بفرماید، بلاها و آفتها و قحطیها را، فتنه های شیطنت و وسوسه های شیطنت را پروردگار از این سرزمین برداشتن استماع بگرداند. خیر برکتش را خداوند در این سرزمین نازل بگرداند. الله ذوالجلال همه ما و شما را، تمام جمهوری ما و شما را، تمام دنیا را محبت ایمان و اسلام و قرآن را در دلهای ما جایگزین بگرداند. و برادر عزیز ما داملو سعید محمود که خادم این محله است، این مسجد است، الله ذوالجلال باز غیرت ایمانی و اسلامیش زیاد بگردانه که در همین هزارها مسجد است لیکن مولود نکردگی نه است. این نشانه چی است؟ محیب رسول الله است، محیب خدا است. خداوند همه ما شما را توفیق هدایت نصیب و روزی بگرداند یا رحمان. بسیار دولت سخنهای خوبی کردن، نمها رو وقتاً کم مونده است و دولت بزرگان میبایست تولد میکردن. انشاءالله کسا گفتن که حسد اینو پیشان دولت حبیب الله هم در اینجا، ایشان دولت زین العابدین هم در اینجا حضور دارن. مسجد همیشه که سخن خاتمه بره ایشانی سید محمود میکنن انشاءالله. بعدا دعا میکنیم در اینجا قاریان هستن، قاری آلونجان و دیگرها هستن انشاءالله. سخن خاتمه بره ایشانی سید محمود میکنن، بعدا انشاءالله نماز ظهر میخونیم. از دیگر قاری ها و دنبایی که هستن حقشانه انشاءالله بخشیدن معذرت میخواهیم دیگه که همه اینها یک گفتنی داشتن ولیکن وقت هم کم مونده است. انشاءالله ساعت 1:30 گذاشتن به خدا خواهد نماز پیش نمیخونیم. شاید فارغ خاتمه بید معلش انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمد به حق آن خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را، آن که در آدم دمید او روح را، داد از طوفان نجات او نوح را. بعد از آن گوییم درودی مصطفی، آن که عالم یافت از نورش صفا. سیدی کونین ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین. اما بعد حمد بر خدا و صلوات بر رسول. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعت المسلمین که ما و شما در این مسجد زیبای این محله که با سرداری برادرمان داملا سید محمود مولود مبارک جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را تجلیل نموده ایستاده‌ایم. از درگاه بیکنار الله امید و آرزوی بندگی داریم که خداوند بزرگ و مانند اهل این محله چنانی که استادان محترم یادآور شدند، این غیرت، این خدمت، این دوستداری خدا و پیامبر و اسلام را بر وجود تمام مردمان ما خداوند و نصیب و روزی بگرداند. البته این اجازتی حکومت و اجازتی شورای علمای جمهوری تاجیکستان تا 20 اپریل در مسجدهای جامع و در مسجدهای 5 وقته اجازت داده شده است. شکلی که در اینجا داملای آدرس شدن 5 وقته مسجد پرواز ندارند که آیا مولود پیغمبر است نیست. یکون تشکیل یک صحبت کنند علما که برای جراحت دل مسلمان مرهم شدند. امروز دعوت ها دیگر نیست. یک مثال میگیم در جمعه نیم ساعت 1 ساعت موعظه است. برای ما و شما اجازت دادند مولود مبارک جناب پیغمبر یک بار همین مثال دلسوده نیست در اون محله هایی که
از برای خدا تشکیل کنند چنین موعظه و مولود و دعوت‌ها را که این علمای ذوی احترام بیایند و این دلهای ما و شما را همچنانی که با امروز با صحبت‌های خود اشک‌های چشم ما و تو را ریزاندند، این دل سیاه شده ما و تو با این سفید بشود. این غیرت در کجاست ای مسلمان؟ این همت در کجاست ای مسلمان؟ روز به روز که از موعظه و از دعوت و از مثال این دور رفته ایستادیم. چیزی که علما گفتند ما و شما مسلمانان از مثال اصل خود دور رفته ایستادیم، از اسلام عزیز خود دور رفته ایستادیم، از لباس اسلامی و لباس ملی خود دور رفته ایستادیم. با شکر نعمت سلطان دین کش رهی بتخانه را کردی فراموش. چه جانها کند تا تو یافتی را سرم بگذاشتی بگزیدی الله. و پیامبر قدر جان کند که تو سنم را بت را گذاشتی. اون پیغمبر قدر جان کند که تو آتش را گذاشتی. زردوش را پیامبر و الله را خدای وسیله بر خدا میکردی. ای انسان، یعنی او را گذاشتنی تو جانکنی های پیامبر بود، جانکنی های ابوبکر و عمر و عثمان و حمزه و یعنی دیگر صحابه های جناب پیغمبر ولی الله و اولیاء الله بودن که این اسلام به ما و تو آمده رسید. ما و تو با این صفت بهترین امت در قرآن یاد شدیم. ای مسلمان، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستید. در مابین امتی از آدم تا شیش تا نوح تا ابراهیم تا اسماعیل تا موسی تا عیسی تا امتهای همه اونها، یعنی چی است؟ تو ای امتی بهترین نام برده شدی. تو با چه صفت بهترین امت در قرآن عظیم و شان نام برده شدی؟ با کدام صفت؟ با کدام کردار، با کدام رفتار، با کدام گفتار بهترین امت تو شمرده شده ای؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مردم را به نیکویی دعوت میکنید و از راه بعد اونها را باز میگردانید. با این صفت شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستید. خداوند ما و تو را در قرآن یاد کرد. کجا شد کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؟ این یعنی کجا شد؟ امکانیتی که امروز دولت برای ما و شما دو دست پول استفاده کردن، این بر جان خود جبر کردن و ظلم کردن و از این کنتم خیر امتین دور بودن از خیر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امروز اشکای چشمای ما و تو مسلمان از سخنان حق جاری گشت. این دلهای ما و تو، این دلهای زنگزده ما و تو، یعنی این تازه شد. آوکپکی که در اون آوکپک یک رنگ سیاه نقطه‌ای میرسد، اگر اون گناه را دوام بدی تمام آوکپک سیاه میشود. دل انسان به همین منزل است که زمانی که یک گناه را میکنی از اون گناه توبه نمیکنی، از اون گناه باز نمیگردی، دلت به منزله هم آوکپک سیاه شده سیاه میگردد. حلال را از حرام فرق نمیکنی، نیک را از بد فرق نمیکنی. مسلمان، زمانی که اگر به شرطی که تو گناه را کردی و پشیمان شدی و توبه کردی، اون نقطه‌ای که در اون یعنی کاغذ سفید آوکپک رسیده بود اون محو می شود. و این دل ما و امروز اینقدر صفایا، اینقدر پاک است، اینقدر خدمت‌های پیامبر خدا، خدمت‌های اولیاء الله، خدمت‌های بزرگان را ما و تو گوش کردیم. اشک چشم ما و تو جاری شد. انشاءالله امیدوار هستم که همچنانی که در بدایت ندایی محمد چی آورده شده است که یعنی محمد غزالی، یعنی همین اشک‌های چشم‌های یعنی امت پیامبر را پروردگار عالم به ملائکه‌های مخصوص امر میکند این اشک‌های چشم‌ها را جمع میکنه. این اشک‌های چشم‌ها در روز قیامت برای پیامبر لازم میشود. روز قیامت که فرا رسید، اون آتش بزرگی که به سوی امتی پیامبر میآید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگوید امت که ما پیغمبری داشته، بعضی امتی گناهکار نام پیغمبر را فراموش میکند. ای امتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و یکیش میگه که نامش محمد و یار محمد بود. به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون امتی گناهکار میرود یا رسول الله و ای الله هست فلسوف
یعطیک ربک فترضی، زود است که عطا کرده می شود برای تو. یعنی این مراد شفاعت است. بس تو راضی میگردی، تو را یعنی الله میگه راضی میگردانم، شفاعت را برای امت برای تو نصیب میگردانم که تو امت را شفاعت میگیری. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما را شفاعت بکن. در اون حالت آتش بزرگ به سوی امتی پیامبر می آمد. پیامبر سینه خود را سپر میکرد. ای مسلمان، روزی است که پدر از فرزند میگریزد. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یوم یفر المرء من اخیه، اون روزی است که برادر از برادر میگریزد. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، از مادر مثال میگیره که میگریزی، از پدر میگریزی، و امه و صاحبته و بنی، از همسرها میگریزی، از فرزندها میگریزی. چرا؟ ممکن من قدر فرزندیم را در نزد پدر و مادر ادا نکرده باشم. پدر و مادر میگریزد از فرزند، ممکن قدر فرزند یعنی فرزندی را، پدر و مادری را، حقوقش را در نزد فرزند ادا نکرده باشم. زن از شوهر، شوهر از زن میگریزد برای آن که ممکن که من حقوق شوهری را برای زن ادا نکرده باشم. زن از شوهر میگریزد ممکن که من حق همسری را به شوهر ادا نکرده باشم. همه و همه از همدیگر میگریزند. لکن در آن روز پیامبر از ما تو نمیگریزد. ای مسلمان، در اون روز ما تو امت گناهکار را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت میکند که لوای شفاعت را با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خداوند بزرگ نصیب میگرداند. و ما در این اثنا میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم سینه مبارک را در پیش آتش سپر کردند. آتش سوزاندنی یعنی پیامبر را قدرت ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی پروردگار عالم استدعا کرد. پروردگارا، خودت مقام محمود را، شفاعت امت را برای من وعده کرده ای. پروردگارا، یعنی این امتی که این آتش بزرگ به سوی این امت می آید، این آتش را خاموش بگردان. از شر این آتش این امتی گناهکاری مرا پروردگارا نگه بدار. جبریل در اینجا در دستش کاسه ظرفی یعنی آبی می آید. این آب را به پیامبر میگه و پیامبر میگه که این آب را بپاش، یعنی به این سوی این آتش. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این آب کمی کوچکی را به سوی آتش میپاشد، اون آتش جا به جا خاموش میگردد. جبریل علیه السلام را سوال میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم که برادر جبریل، این چگونه آبی بود که این آب را زمانی که به این آتش بزرگ پرتافتم تمام این آتش جا به جا خاموش گشت؟ یعنی جبریل چی میگوید؟ ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آب دیدگانی امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم، امتان تو از ترس خدا، از ترس یعنی عذاب روز قیامت، از ترس عذاب قبر اینها گریه کردند، اشکای چشمها را ریزاندند، از محبت خدا و پیامبر اشکای چشمها را ریزاندند. این الله برای ما امر کرد که این آبها را تا اینکه جمع کنیم. امروز برای تو لازم شد این شهادت است، شاهدی یعنی امتی تو است که اشکای چشم امت ریزاندند و این روز برای تو لازم شد این آبی را که تو پاشیدی و این آتش بزرگ خاموش گشت. این یعنی چی است؟ این انشاءالله این آبهای چشمهای ما و شما مسلمانان بیفایده نیست و ما و شما انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند گناه سو و خطای ما و شما را میبخشد. استغفر الله ان الله غفور رحیم. ای بندگان طلب مغفرت کنید به سوی الله. خداوند بسیار بخشاینده مهربان است و این چنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ما و شما امت را شفاعت میکند و ان شاء الله امیدوار هستیم که همه ما و شما بندگان خدا و امتان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داخل جنت شدن را خداوند برای همه ما و شما نصیب و روزی میگرداند. این است ثمره موعظه، امر به معروف و نهی از منکر. این دلهای باصفا، دلهای پاک، روحان نورانی شدن، این چی است؟ یعنی از این است که امر به معروف و نهی از منکر میکنید و بهترین امت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی در حقیقت گفتار انسان را شامل کردن و همه ما و شما بندگانش خداوند خودش هدایت گرداند. عاقبت ما و شما را به خیر، ایمانمون را به سلامت نگه دارد. پروردگارا این دامله ها که همراه ما دامله سید محمود و این چنکه جبلی اکبر رستم و این برادر و چندین برادر اهل این محله را بینید که با این طلب مسعودانه برای ما و شما این دعوت ها را تشکیل کردند. یعنی خداوند با این برادرها در دنیا در قیامت سرفراز سربلند می‌گرداند
برادران اهل اسلام سخنان علما گفتن باید برای ما تو گریه بکنیم. همچنان گفتن که دختر مسلمان امروز همه با بروک جنس با بدبختی و با رسواگی باید گریه بکنیم ای مسلمان. نه اینکه این جای خنده نیست. اینا در نزد الله ما تو پیامبر برای ما تو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، هر یکی شما با منظره پاسبان و پادبان از اولاد فرزندان خودتون در نزد الله ما تو جواب میدیم. این موعظات کمشتن معرکه را بعضی انسان‌ها مثال با عرق خوردن و با زحمت عرق شدن تا بدبختی رسوا گذراندن، البته اینا در نزد الله جواب میدیم. ای مسلمان خیال نکنید که علما برای ما صحبتش کمتر شده که مسئولیت کمتر شد. نه، در نزد الله سبحانه و تعالی همه این جوابگری دارد. خداوندا تمام مردم ما را دائما در صراط المستقیم هدایت بگردان. دلهای این مردم ما را پروردگار دائما بیدار بگردان. حلال و از حرام فرق کردن و خداوند برای مردم ما نصیب بودی بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایشون قول حبیبالله انشاءالله از نظم میخوانم بعدا دعا میکنم. به خاطر وقت همشیدگی بود است ایشان این قول حبیبالله نیست و معذرت خواستن که وقت شما رو نگیرن. ایشان داملا گذارخان، داملا زینال‌العابدین، داملا عبدالله، دیگر داملا آمدن و میبایی سخن میکردن. همه اینها گفتن که از نام ما تبریک مین انشاءالله آقای فاطمه بیره داملا میکنن. شخصانی که در مسجد شکرخان، در مسجد داملا گذارخان روز یکشنبه خدا خواهد در روز 17 تجلیل مولود برقرار میگردن انشاءالله. بعدا حاضر بعد دعا میکنم. اولا سلام علیکم جمعیت مسلمین بارد از دامنه های استادان عزیز، اهل قومیت، جمعیت در آن بعد بزرگواران اهل قومیت، همه شما را با این روزی مولد پیغمبر صلی الله علیه و آله تهنیت گفته از فضیلت باز خلقه که امروز در اینجا گذشته آورده که داملا با ما سخن کردنی بود. چرا که داملا حضرت عمر جلاله بود که اگر اجازه کنند که من دیگر تا حضرت ابوبکر صدیق نزد من دیگر امتی نمیکنم، خدا راستی در پیش سخنهای دیگر سخن دیگر این ندونست. این بیارادشتیم برای که هم وقتاً هم دیگر سخنم به نظرم که دیگر چی عمل. برای همین به همه شما را خدا این سخنها بدهید و دیگر در خدا عملی کنیم، به فرزندان بفهمونیم، به اهل بیت بفهمونیم. در باره فرزندان گفتن، در باره مسئولیت گفتن، قطعا اینها سخنها بسیار هستند. اینها دوام سخن خدا خواهد. روزی یکشنبه در محله شکرخان در مسجد جامع سلطان ویس قرنی انشاءالله با کمونده صحبت داملا در اونجا حضور میکنن، دوام میکنن. همه شما را دعوت میکنیم و همون مسجد سلطان ویس قرنی برای همون مولود پیغمبر خدا مناجات گرفتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحال انشاءالله وقت آخر است این معرکه که ما و شما حضور کردیم. البته این زحمت یک شخص نیست، البته این مسجد آبادی که اینقدر زیبا شده است، البته این زحمت تمام مردم سخاوتمند این محله هستند. جوانمردی بیاموز ز مردان جهان مردی میاموز. جوانمردهای این محله این سخاوت کردن از دست ما چیزی نمیره. خداوند صفی همین سخاوتمند داره زیاده بگردن. بابای حاجی عبدالله بسیار خدمت‌های خوب کردن. حاجی ابوبکر فرزند ایشان نسل الله سخاوتمندترین مردم کل زمین هستند. کسی شاید نباشد نام ایشان نسل الله ندارن. خداوند جاشان جنت کنه. این خالدهای زیبایی که الحال ما در بالای آنها نماز میخوانیم، این حاجی ابوبکر اینا در اینجا آوردن و امید دعا کردن که در حق برادر ارجمندشان طاهر جان حاجی طاهر و پدر بزرگوارشان حاجی نصرالله دعا کنند. البته در اینجا باز دیگر برادرها حاجی بابای حاجی فرمان $100 داده بودند. دیگر برادرها که ایشان عزیز نیز
خدمت های شایسته که اینجا شخص ها بسیار هستند، همه آنها را دیگر نمیتوانیم گفته. انشاءالله دعای عمومی در حق همشون میشوند. اگر کسی شاید فراموش و معذرت میخوام، در اینجا کارکنان امور داخله سحر در اینجا در خدمت بودن، در حق آنها نیز دعا میکنیم. ناظران راه هم در خدمت اینجا بودن. دیگر مدیر بخش تنظیم جماعت مرزای فرهاد نیز در اینجا بودن، ایشان را خیر مقدم میگیم. و کسان دیگر که در سفر رسی هستند امید دعا کردن، دعا دارن. برادرهایی که در زندان هستند امید دعا دارن در حقیقشان. انشاءالله داملا دعا میکنن. یک التماس قلندر کردن در مسئله برق، انشاءالله بعد همه ناامیدی امید است پایان شب سیاه سفید است. امروز این مسئله آمده کمی در مقام صبر باشیم، انشاءالله باز همش خوب میشود. شکرگزاری کنیم، دعا کنیم که خداوند این حالت ها را برای ما و شما نیک بگرداند. دعا را وایی که ایشان نوعی استاد ابراهیمی کردن، آنها عذر داشته هستند. انشاءالله استاد دام خالمراد دعای خاتمه‌ای را در حق همه ما و شما میکنند و همه ما امیدی دعا داریم. بعدا نماز شروع میکنیم. پروردگاران و بندگانت، اظهار امتی که در این مسجد جمع آمدیم، پیر و جوان از دور و نزدیک و صلوات ها خواندیم و از سرزشته و خدمت های پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام و بزرگها گفت و شنید کردیم. خداوند از این ثواب ها و روح پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم از نام ما امتانش هدیه واسطه بگردان و شفاعت پیغمبر خداوند به همه ما و شما اهل بیت ما و شما تمام گذشتگی و میامدگی های ما و بر تمام امتش پروردگارا با نصیب بگردان. اتفاقی و اتحادی و دوستی و برادری را در این سرزمین تاجیکستان ما به حرمت مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند را همیشه نگهدار باشید. به حرمت این جشن مولود پیغمبر خداوند خیر و برکت را در این سرزمین تاجیکستان ما نازل بفرمایید و آفت‌ها را برداشته بگردانید. خیر و برکت، خصوصا خیر و برکت برق را خداوند که هم یک نعمت خدا دادگی هست. البته خداوند این آب و همه را از جانب خداوند است. این همه ما و شما چه از جانب خدا می‌بینیم. این نعمت خداوند از خداوند. اگر باران اگر این آب عطا نکند دست یگان پیما و شما یکون چیز نمی‌آید. از خداوند بخواهیم که خدا این نعمت آبش را برای ما و شما ارزانی کند و این نعمت بخش هم بسیار یک نعمتی هست که این شکرانش البته چه هر ساعت دقیقه هم که کنیم و جا آوردن نمی‌تونیم. خداوند این نعمتش را برای ما و شما فراوان بگرداند. پروردگارم بندگانی که البته این داملای محترم و البته بندگانی که در جنابان کردن، اون جوان مردهایی که در این مسجد خدمت کردن برای آبادی مسجد، خداوند اون جوان مردها را خداوند جوان مردشان را باز از این هم زایدتر بگرداند. حسن بابای ایشان حاجی نصرالله مرحوم فرزند ارجمندش البته خدمت کردن، خداوند بابای ایشان خود شد جون فرزند خدا رحمت و مغفرت بگرداند و شفاعت پیغمبر خدا با نصیبشون بگرداند. هر جوانهایی که البته این داملای محترم نامبر کردند، همه اینها را خداوند شفاعت پیغمبر با نصیب بگرداند. استادایی که در این مسجد البته خدمت کردند، بندگانی که پولی و مالی و جانی در این آبادی این مسجد خدمت کردند، خداوند خانه دنیا و آخرتشون آباد بگرداند. و البته از رئیس جمهور ما و شما تا البته در سردار این شهر ما و شما و دیگر خادمان امور داخله و دیگر همه در خدمت ما و شما مسلمانان، خصوصا در این مولود پیغمبر بندگان خدمت کردن، خداوند همه شب به شفاعت پیغمبر محمد صلی الله علیه و نصیب بگردانید. بندگانی که از ما و شما خواب اکا و خواهدادر و خواه فرزندان در شهرهای رسیه خدمت کرده سنکار که خداوند اونها را توفیق حلال کاری و حلال رفتاری را هدایت بفرمایید و در کسب و کارشان و جانشان خدا برکات عطا بفرمایید و دست پر خدا به خاندانشان بیارید. خداوند توفیق حلال کاری و حلال رفتاری به هر یک ما و شما هدایت بفرمایید. عدل، انصاف، رحم، شفقت و مهربانی را خداوند بر همه ما و شما بر پیر و جوان بر زن مرد هدایت بفرمایید. شرم حیا را پروردگار شعار هر یک فرد مسلمان بگردانید. ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعای محترمی که برای ما و شما خدمت کردن خداوند همیشه در خدمت اسلام و مسلمین نگهدار داشته. برادرانی که در خوبای برق و دیگر آواز بلند کنند که دیگر خدمت‌ها کردن امروز در این مولد پیغمبر است. خداوند همیشه به شفاعت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بگرداند. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا رب. خدا مبارک بگرداند مولد پیغمبر. السلام علیکم. والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ومن الظهر مع حسنته مع جميع صلاتنا وعفونا ولا تعلق علينا ولا تحريم بها وجوهنا ومستحبنا وصحبه بحسنك خير الفاتحين. اللهم نجنا ونجعل المؤمنين والمؤمنات من شر الأشرار وكيد الفجار وظلم الكفار وعمل الزين الأبرار وعمل النار. أسأل الله تعالى على طريقة محمد وآله وصحبه. Благодарим Мараке Мухаммад Домлой Шад Дават Шлегидан Домло Хайдар Домло Хизрали Ишани Ходжи Мирза Ишани Джамаледин و بعضی سببخانه اومدن انشالله در حقشان دعا میکنیم. شاگرداشون در اینجا حضور داشتن انشالله بعدا داملا در حق همشون دعا میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار ثواب آیه‌های خوب رشته از تمام کنیم و بعد خود برای پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم از نام نهایی مخلوقات باشه و رحمت جمیع پیامبران و رحمت زشتگی از جانب ما و شما جان و رحمت مؤمن و مؤمنات مسلم پیر و جوانی که از این محله و از این شهر ما و شما خداوند عزیز و قبول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. البته دامنه‌ها را که این دامنه و
برادران سلام کنبر کردن همه داملا دعوت بودن البته هر یک وقت خدمت‌های با دیگر مردم در البته هستند داملا خداوند این داملا را همیشه در خدمت اسلام و مسلمین در طرفان خدا همیشه نگهدار باشد. اتفاقی و اتحادی و دوستی برادر خدا در سرزمین تاجیکستان ما و شما همیشه خدا هدایت می‌فرماید. بیماری‌هایی که از ما و شما مسلمانان در خاندان شفاخانه از خدا و همه شفای کامل شفای عاجل در سفر بودگی بندگان را خدا سفر به شما بخیر صحت و عافیت خدا و مقصدشان می‌رساند. اون برادرهایی که در حبس‌ها هستند نامور کردن خداوند راه‌های خلاصی و نجاتشون خداوند موفق و میسر می‌گرداند. خداوند شفاعت پیغمبر را بخیر یکی ما بندگانت و امتانش را نصیب بدهد. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا عن كل وصف وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنه والجماعه وشوق الى لقاك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا الله. ومنها اللهم اني نسالك العفو العافيه في دينك ولما نحن ونصحه ورحمه الله. بچه ها آداب و روایت نیم مسببون قوت فشار ما را ندارم بچه ها قوت میرسه یا الله الحمدلله.
بابا من بدرو جا کجا میره برا کسی شما رو برا همون امرا تاکا تنقید کنی چی میره شما رو بابا کرونا نرگی داورو خونه کسی بری شما کلانتر یک شما نمیرین که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بندگی کن ای جان من کن بندگی از ذکر غافل مباش بندگی کن ای جان من کن بندگی از ذکر غافل مباش جمله یاران کجا رفتن تو هم میروی امروز و فردا از سفرت غافل مباش میروی امروز و فردا از سفرت غافل مباش جمله یاران کجا رفتن تو هم میروی امروز و فردا از سفرت غافل مباش میروی امروز و فردا از سفرت غافل مباش اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم غافل منشین بین که عزیزان همه رفتن غافل منشین بین که عزیزان همه رفتن از دار فنا سلسله داران همه رفتن از دار فنا سلسله داران همه رفتن داماد محمد که علی شعر خدا بود او سیقل دیرهای همه اهل صفا بود او شوهر فاطمه و انکار صفا بود این اسم بزرگ از سما تا به سما بود پیغمبر ما جمله امامان همه رفتن پیغمبر ما جمله امامان همه رفتن ناگاه بیارن یک مرکبی چوبی ناگاه بیارن یک تابوتی چوبی او را نه سر و پای و نه جان است و نه منزل با حکم خداوند میگویم که بنشین از روز ازل کرده خدا قسمتی مایی برخیز و روان شوکی سواران همه رفتن برخیز و روان شوکی سواران همه رفتن از بین جوانان هزاران همه رفتن از دار فنا سلسله داران همه رفتن
زود میرسه. یاد کافی Bak tarafı da bakışet. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم همه شما را برادرانی خیلی گرامی قدر محبوب خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم که شما مردمی بهترین با سعادتمندترین هستید که بگیم اولین شده بگیم بر وقت بگاهی بر وقت کار بار و چیزاتون پرداخته برای شنیدن سخن خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. آمین. خوشا حالتان. از نام خودم خادمان مسجد و از نام این محله بسیار هم با نان و نمک و مهمان نواز همه شما را به این جشن میلاد با سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم سرور هر دو جهان تبریک و تهنیت میگویم. خدا با آمدگی های ما و شما اجر و پاداشی جزیل از خزانه غیبش نصیب و روزی بکنه. آمین یا رب العالمین. چگونه ای که حضرت شیخ فرمودن مولوی صاحب که شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم بسیم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. همه خصلت های رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایت بالا بودن و جای دیگر میفرمایم بزرگان دین که چرا دیواری امت را که دارد چون تو پشتیبان چیباک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. الحمدلله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم که ما و شما چون پشتیبانی داریم که پردای قیامت چون در آیه مبارکت میگذرد در تفسیر آیه مبارکه که امتهای اولین و آخرین جمع میشوند نزد آدم علیه السلام میروند نزد ابراهیم خلیل علیه السلام دیگر پیامبران اولوالعزم میروند تا در حق اونها شفاعت بکنند. اونها همه میگن از بگیم که شکایت میکنن از خودشون که ما چنین و چنان کمبودی داریم میگن عاجزی خودشون را نشان میدن شکستگی خودشون نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مردم را راهنمایی میکنن. سبحان الله ما و شما امتی اوسط امتی با سعادت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم هستیم. خوشا به حال ما که حتی موسی کریم علیه السلام وقتی از الله ذوالجلال و الاکرام سوال نمودن که آیا در درباری با عظمتی تو از من دیده گفته دیگه پیامبری بگیم چنین چنان صفت کردن باشد؟ حضرت خداوند متعال جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را گفتن که چنان پیامبری هستی که چنین چون خداوند وصف او را میکنه. دیگه کسی را که وصفش خدای بزرگ از بالای آسمان ها میکنه
زبان ما و شما لال است از تعریف اون ذات. چیغان دیواری امت را که دارد چون تو پشتیبان، چیباک از موج بحر را که باشد نوح کشتیبان. در خبر آماگی است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سروری کائنات مفخر موجودات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرموده که چون بنده از بنده های گناهگار خداوند رب العزت دست نیاز به سوی درگاه الله ذوالجلال و الاکرام بالا میکند، وقتی هر کدام ما و شما که حاجتی داریم یگان بگیم که سهو و خطای کمبودی صادر میکنیم و چون دستای خودمان با پشیمان شدستون خداوند رب العزت بالا میکنیم، پیامبر خدا میفرمایند که بار اول خداوند چون به اون بنده نظر نمیکند، بار دیگر گشته و برگشته باید دستمان بلند کنیم، زاری و تولا کنیم. وقتی خداوند کریم و مهربان در حدیث قدسی آمده است که به سوی ملائکه های آسمان میگفته است که یا ملائکتی، ای ملائکه های من، قد استحییت من عبدی، قد استحییت من عبدی ولیس له غیری. براستی شرم دارم از بندم که میگه گناه او را، سهو و خطای او را بگیم نگاه بده دعای او را اجابت نکنم. بلکه خداوند رب العزت میفرماید که اگر تمامی امتهای اولین، اگر از اولین آخرین همش جمع شوند، همش گناه کنند، به درباری با عظمت ما هیچ زیانی نمیرسد، هیچ جای خداوند کم نمیشود. بلکه اگر تمام مردم اولین، همه مردم جمع شوند، خواسته هاشون از خدای بزرگ بخواهند، همچنانی که در یک بحر سوزن میکشی میگیری، چی مقدار آوا میگیره؟ آن همون قدر خداوند که هیچ خزینش کم نمیشود. برای ما و شما لازم است که زیاد به درگاهی به کنای پروردگار رو بیاریم، دعا کنیم، از فضل کرم خدای بزرگ طلب کنیم، آرزو کنیم. هر چی هست خدا با ما عطا میکنه، چی باشه، ای بگیم قوای برق باشه یا هر نعمت دیگری که باشه از درگاه خداوند رب العزت و گردنی کج با بگیم که زارا و تولا بکنیم. هر چی بگیم اگر خداوند وقتی که ما خواهش کنیم خداوند به ما عطا میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله الان علمای صاحب احترام ما و شما قدم میارن، کوشش کنیم که با گوش دیل سخنهای ایشان را بشنویم و به خانه های خودمان، نزد خانم های خودمان، اولادای خودمان از این جریان سوغاتی گرفته به اونها ببریم. خوش به حال ما و شما. گر کسی وصف او زیمان پرسد، حضرت خواجه بدیل میفرمایند که گر کسی وصف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ای ما بپرسه میگه من چی جواب میتم؟ بدیل از بینشانی چی گوید؟ عاشقان کشتگان معشوقان، بر نیاید زی کشتگان آواز. باید ما و شما امتی واقعی باشیم، امتی باشیم که فقط دستی مانا پیش برد زده، فقط دعوای خالی نداشته باشیم، بلکه واقعا هم امتی بگیم واقعی باشیم که پیروی ای سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنیم. خوش به حال همه ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. آمین. اللهم صل على سيدنا نبينا
دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جانی همه عالم توی کز عالمی جان آمدی جانی همه عالم توی کز عالمی جان آمدی ای شمسی تبریزی نبا میخواد تو نعتی مصطفی زیرا که در بستا سرا مرغی خوش الهام آمدی زیرا که در بستا سرا مرغی خوش الهام آمدی ای دسته گل مرحبا با بوی ریحان آمدی جانی همه عالم توی کز عالمی جان آمدی جانی همه عالم توی کز عالمی جان آمدی مولود مبارک صلی علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک آن لطف و مهربانی آن فضل دو جهانی برای ما خداوند بیمارده است افزانی برای ما خداوند بیمارده است افزانی مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک موسی چو زد عصا را بر فرخ سنگ خارا میخواد تو این دعا را صل علی محمد میخواد تو این دعا را صل علی محمد مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک کتاب ما قرآن است برای ما برهان است بر جانب محمد نزول از آسمان است بر جانب محمد نزول از آسمان است مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود مبارک صلوات بر محمد مولود مبارک مولود مبارک صل علی محمد مولود مبارک سیدنا محمد مولود
صلوات بر محمد مولود مبارک. اللهم صل على سيدنا نبينا. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا. اللهم صل على سيدنا نبينا. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا. اللهم صل على سيدنا نبينا. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بندگی کن بندگی کن ای جانی من کن بندگی. بندگی کن بندگی کن ای جانی من کن بندگی. از همان هر و قصور و جنتش غافل مباش. بندگی کن بندگی کن ای جانی من کن بندگی. از همان هر و قصور و جنتش غافل مباش. مال و اشیای تو را تقسیم سازن وارثان. مال و اشیای تو را تقسیم سازن وارثان. ای به خبر ای به خبر هوشیار شو که تو هم میروی امروز فردا از سفرت غافل مباش. بندگی کن بندگی کن ای جانی من کن بندگی. بندگی کن بندگی کن ای جانی من کن بندگی. توبه کن هر نیمی شب. توبه کن هر نیمی شب از رحمتت
باش. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله